بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز. خوشحالیم که مهمان خانه های شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید دارم. بندم خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و امیدوار هستم که هر جا که هستید در کمال آسایش همراه با ایمان و محبت الله متعال و عامل بر دین مبین اسلام باشید و در دنیا و آخرت انشاءالله سرفراز و سربلند باشید. آمین. جزاکم الله خیر. امروزه به خاطر اینکه ماه رجب آغاز شده و در شروع این ماه هستیم، در شبکه‌های تواصل اجتماعی مثل واتساپ و فیسبوک و خیلی از شبکه‌های دیگه SMS های رد و بدل میشه در مورد فضیلت این ماه، فضیلت نماز خواندن در ماه رجب یا روزه گرفتن و بعضی از فضائل در مورد این ماه بیان میشه در این SMS ها که متاسفانه در پایین خیلی از این پیام ها نوشته شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. با عنوان اولین سوال از جناب مولانا میپرسم که آیا واقعا طبق احادیث صحیح در مورد ماه رجب فضیلتی در مورد نماز خواندن یا روزه گرفتن وجود دارد یا نه؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. الله متعال بنابر حکمتی که خودشون بهتر میدونند و برخی از این فضایل و حکمت ها و فلسفه ها را رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما هم بیان فرمودند. برخی از ماه ها، زمان ها، مکان ها و موارد دیگر از مخلوقات خودش را الله متعال یک کرامت و یک ارزش خاصی را داده و این موارد صرفاً باید از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان شده باشد. یعنی فضیلت هر زمانی، فضیلت هر مکانی، فضیلت هر چیزی، فضیلت هر عبادتی، تمام اینها صرفاً باید از طریق الله یعنی قرآن کریم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم که احادیث گوهربار ایشان هستند برای ما نقل شده باشد. اگر از قرآن و حدیث در این مورد دلیلی وجود داشته باشد آمنا و سلمنا باید بپذیریم، اما اگر در قرآن و حدیث اصلی نداشته باشد دلیلی برای این فضیلت داشته نباشیم پس بنابراین چنین اعتقادی برخلاف عقیده اسلامی و برخلاف دستور الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و هر گونه عبادتی و هر گونه عمل دینی و شرعی که بعد تعبد داشته باشه و انسان از آن امید ثواب و تقرب به الله متعال را داشته باشد که این عمل از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم تأیید نشده باشد، تبیین نشده باشد، به عنوان یک عبادت تعریف نشده باشد، این در واقع یک نوع بدعت هست. و هر بدعتی که باشد سرانجام تمامی بدعت ها آتش جهنم هست. کل بدعت ضلاله و کل ضلالت فی النار. هر بدعت در هر سطحی باشد یک نوع ضلالت و گمراهی هست، انحراف از خط قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و هرچند که انسان بیشتر عامل بر بدعت باشد از الله متعال در واقع دورتر می شود. و جالب هست که مقوله در این زمینه
ایوب سختیانی رحمت الله علیه دارد میگوید که صاحب بدعت یعنی بدعت گذار، انسانهای بدعتی هرچند بیشتر در بدعتشون تلاش بکنن، زحمت بکشن، یعنی اون عبادتی رو که بر اساس بدعت هست و هیچ توجیه شرعی ندارد، از قرآن و حدیث دلیلی ندارد، هرچند بیشتر در اون عبادتشون تلاش بکنن، بیشتر از الله متعال دور میشوند. یعنی عبادتی رو که خود ساخته هست، خودشون ساختند و پرداختند، یک عبادت بدعی هست، تدوین نشده در شریعت اسلامی، هرچند که بر این بدعت ولا اینکه با اخلاص نیت باشد، ولا به اینکه صادقانه این عمل را انجام بدن، هرچند بیشتر به این بدعت و به این عبادت خرافی در واقع و غیر شرعی بپردازند، به همون اندازه از الله متعال در واقع دور میشوند. و این یک قاعده و قانونی هست، به هر میزانی که ملت مسلمان بدعتگرا باشند و سراغ بدعت‌های نوپیدا و بدون اصل بروند، از طرف دیگر سنت‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع فراموش می شود. هر بدعتی که ایجاد بشود لازمش این است که یک سنت حتما از بین خواهد رفت. پس بنابراین انسان مسلمان وظیفه دارد که در تمامی موارد، اهم از موارد عبادی یا غیر عبادی، در تمام موارد و در تمام مجالهای زندگی باید نگاه بکند که دستور الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم چه هست. در مورد فضایلی که در مورد ماه رجب بیان شده متفاوت هست، یعنی با بقیه ماهایی که در این زمینه فضایل دارند. فضیلت ماه محرم هیچ گونه شک و شبهه‌ای درش نیست. فضیلت ماه مبارک رمضان هیچ گونه شک و شبهه‌ای در اون نیست. عبادت در ماه شعبان و روزه گرفتن هیچ شک و شبهه‌ای در اون نیست که فضیلت بیشتری را دارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون ماه در واقع روزه می گرفتن. اما در مورد ماه رجب، در مورد ماه رجب هیچ گونه دلیلی برای فضیلت ماه رجب ثابت نشده. هیچ گونه دلیلی برای فضیلت ماه رجب یا برای روزه گرفتن در این ماه یا برای نماز خواندن در این ماه یا برای قیام لیل و نماز تهجد در این ماه هیچ گونه دلیلی که معتبر باشد در این زمینه وجود ندارد. علامه ابن حجر رحمت الله علیه که شارح صحیح بخاری هست و صاحب فتح الباری که موثق‌ترین و بهترین و کاملترین شرح بر صحیح بخاری هست، ایشون در این زمینه کتابی رو دارن در مورد ماه رجب. ایشان میگوید که هیچ گونه دلیلی نه در مورد فضیلت رجب، نه در مورد نماز خوندن در ماه رجب، نه در مورد روزه گرفتن این ماه یا قیام شبهاش هیچ گونه دلیلی در این زمینه که صلاحیت احتجاج را داشته باشد و بشود از آن در واقع استدلال کرد، چون این روایتی وجود نداره. و جالب اینجاست که در این کتابش میگه که وقد سبقنی الی الجزم بذلك الامام ابو اسماعیل الهروی، میگه امام شیخ الاسلام ابو اسماعیل هروی که منظورش خواجه عبدالله انصاری هست، میگه ایشون قبل از من این مطلب رو بیان کردند. بازم یعنی فضایلش یعنی گفتند که در این زمینه هیچ گونه فضیلتی برای ماه رجب در واقع ثابت نشده و در ادامه تصریح کرده که تمامی احادیثی که در مورد ماه رجب هست یا در مورد روزه گرفتن یا قیام لیل این شبهای ماه رجب هست، میگه بر دو قسم هستند، یا این که ضعیفند قابل استدلال نیستند، یا این که اساساً موضوع هستند، یعنی ساختگی هستند، روایات جعلی هستند. تمامی روایاتی که در مورد فضایل ماه رجب یا روزه گرفتن در این ماه، نماز خوندن در این ماه یا کیفیت‌های خاصی برای نماز خوندن بیان شده، تمام اونها یا جعلی هستند، دروغین هستند، نسبت داده شده به رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا این که روایات در واقع ضعیفی هستند که به هیچ عنوان قابل استدلال در واقع برای اثبات فضیلت و برای اثبات یک نوع نماز خاصی در واقع نمیتونند که باشند. در ماه رجب یکی از مواردی که خیلی تبلیغ می شود یک نمازی هست به عنوان نماز رغائب، صلات الرغائب، که این نماز رو با کیفیت خاصی هست که می خونند، 12 رکعت هست و در اولین شب جمعه این ماه در واقع گفتند که این نماز را بخونید. به اتفاق تمام ائمه اهل سنت و الجماعت این حدیثی که در این مورد هست حدیث موضوعی هست، حدیث ساختگی هست.
یعنی حدیثی که از آن استدلال میکنند برای مشروعیت صلات الرغایب که اینو از انس نقل کردند، این روایت یک روایت موضوع و روایت ساختگی هست و از خود اسم حدیث هم نمیشه، اسم حدیث نیست. وقتی که ما گفتیم که موضوع هست و ساختگی هست، یعنی یک فردی این دروغ رو بافته و گفتند و به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت دادن. حتی اگر ما اینو نسبت بدهیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم، این در واقع یک دروغ هست، یک افترا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و جالب اینجاست که در این حدیث آوردن هر کسی که این نماز رو با این کیفیت بخونند، الله متعال تمام گناهانش را معاف میکنند، اگر به اندازه کف دریا باشند، به اندازه عدد ریگه های بیابان های دنیا باشند، به اندازه وزن کوه ها باشند، به اندازه برگه های درختان باشند. خود این سیاق و این املاش معلوم می شود که این در واقع یکی از روایات جعلی هست که غیر از متنش، خود سندش من عرض کردم که این روایت یک روایت کاملا جعلی هست و موضوع هست و تمام ائمه بزرگوار اهل سنت و الجماعت مانند امام نووی رحمت الله علیه در این زمینه صراحت دارند که هی بدعت قبیحه منکره، این نماز رغایب یک بدعت قبیحه و زشت و منکری هست که در واقع ایجاد شده. و ابن نحاس رحمت الله علیه در این زمینه میگوید که هی بدعتون و اضافه میکند که حدیثی که در این زمینه وارد شده، این حدیث حضرت انس که به اصطلاح به ایشون نسبت میدهم، میگه به اتفاق محدثین این موضوع هست، به اتفاق محدثین این روایت یک روایت جعلی هست و غیر قابل قبول هست. و جالب اینجا هست که علما حتی رصد کردند آغاز این نماز را و این بدعت را که ایجاد شده. علامه طرطوشی رحمت الله علیه در یکی از کتابهایش میاد که این نماز که اشاره میکند به نماز رغایب یا صلات الرغایب، میگوید که این در زمان گذشته در منطقه ما نبود، ایشون از بیت المقدس بودن، میگه در منطقه ما نبود تا نهایتا در سالهای 480 این تازه پدید اومد. نمازی که مردم تا قرن پنجم و اوایل قرن ششم مثلا نمیشناختند، تازه مردم اومدن اینو ابتدا کردند، اختراعش کردند و یک بدعتی رو گذاشتن. میگه قبل از این میگه نه ما شنیدیم در مورد صلات الرغایب و نه هم دیدیم و کسی هم چنین عبادتی رو در واقع انجام نمیداده. پس بنابراین در ماه رجب نه فضیلتی هیچ گونه وارد نشده در مورد ماه رجب. در ماه رجب نماز خاصی ما نداریم که در ماه‌های دیگر نباشد و فقط مخصوص ماه رجب باشد. در ماه رجب ما در واقع روزه خاصی رو نداریم و عبادت و قیام اللیل خاصی رو ما نداریم. هیچ گونه عبادت انحصاری و فضیلت انحصاری برای ماه رجب مطلقاً وجود ندارد و هر چی در این زمینه آمده یا ضعیف هست یا اساساً جعلی و کاملا 100% دروغ هست. منتها یک نکته در اینجا باید انسان مد نظر داشته باشه که کسی که قبلا روزه میگرفته، به طور مثال همیشه عادتش بوده روزهای دوشنبه رو پنجشنبه رو روزه میگرفته، ایام 20 را 13 14 15 رو روزه میگرفته، یا مثلا یک فردی عادت بوده که همیشه از هر ماهی 3 روز روزه بگیرد یا اینکه یک روز رو روزه بگیرد روز دیگری رو روزه نگیرد، عادتش این بوده، بله اون نماز تهجد میخونه، برای این اشکال ندارد. همون عادتی که شما قبل از رجب داشتید بر اون عادتتون عمل بکنید. قبلا چه اندازه تهجد میخوندید در این ماه هم بخونید، چه اندازه روزه میگرفتید در این ماه رجب هم بگیرید. اما این که به امید ثواب بیشتر در ماه رجب شما عبادتی رو انجام بدید، این برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و هیچ گونه اصلی رو ندارد، مخالف با سنت، مخالف با قرآن هست و در هیچ یکی از مذاهب اهل سنت و الجماعت و ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت چنین نماز و چنین عبادتی رو در واقع توصیه نکردن. و یک نکته دیگری که در این زمینه هم باید به اون اشاره بکنیم در مورد بحث اسراء و معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که این یک نوع معجزه‌ای بود برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. از نظر تاریخی و از نظر روایی هیچ گونه دلیلی برای این که اثبات بکنند که اسراء و معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه رجب بوده چون این دلیلی وجود ندارد. مطلقاً دلیلی از قرآن یا احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که اسراء و معراج در ماه رجب صورت گرفته باشه در 27 این ماه، چون این روایت و چون این دلیلی مطلقاً وجود ندارد و از نظر اصولی و از نظر قرآن و حدیث چون این چیزی مطلقاً ثابت نیست. پس بنابراین جشن گرفتن در به عنوان جشن معراج یا جشن اسراء و معراج این به هیچ عنوان با دلایل شرعی سازگار نیست. اولا
اولا به این دلیل که اسراء و معراج ثابت نیست که در این ماه اتفاق افتاده باشه. در این زمینه علما اختلاف خیلی گسترده و طولانی دارند که رسیدن به یک رأی واحد و صحیح خیلی کار مشکلی هست. این یک نکته. نکته دوم این که بالفرض این که ثابت بشود، بالفرض این که ثابت بشود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این ماه به اسراء و معراج برده شدند، باز هم هیچ دلیلی برای جشن گرفتن یا برای مراسم گرفتن برای احیای شب 27 این ماه هیچ گونه دلیلی وجود ندارد و تمامی آداب و رسومی که در این ماه اختصاص میدهند به این ماه، اهم از این که روزه خاصی باشه یا این که عبادت خاصی باشه به عنوان نماز باشه یا جشن و شادمانی باشه به عنوان عید و به عنوان تبرک اون حساب بکنن، تمام اینها خلاف سنت، برخلاف دستور الله، برخلاف دستور رسول الله و برخلاف سنت و برخلاف آموزه هایی هست که ما از ائمه بزرگوار خودمون در واقع دریافت کردیم. بله. جزاکم الله خیر. به سوالای SMS میرسیم و اولین بیننده سوالشون این بود که پدرم از دنیا رفته، خیلی وقته که نماز نخوانده. آیا میشه به جای کفاره نمازاش از مال و اموالش به مدرسه دینی یا به فقرا کمک کرد؟ آیا میشه براش قرآن خواند یا به جاش نماز خواند؟ بفرمایید. در مورد انسانی که از دنیا رفته باشد و عباداتی برگردنش باشد، اولا در مورد نماز یک عبادتی هست که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی انسان نباید نماز را به تأخیر بیندازد. ولو این که بیمار باشد، اگر نمیتواند بایستد نشسته نماز بخواند، اگر نمیتواند نشسته خوابیده نماز بخواند، با اشاره نماز بخواند، در هر حالتی و در هر سطحی که هست میتواند نماز را بخواند. پس بنابراین قضا کردن نماز و به تأخیر انداختن نماز به هیچ عنوان و با هیچ عذری در واقع قابل قبول نیست، چه انسان بیمار باشد یا اینکه سالم باشد. این یک مطلب. مطلب دیگر این که در مورد نمازهایی که در واقع قضا شده نزد هیچ یک از علمای اهل سنت و الجماعت اینها فدیه ندارند. بحثم روی ائمه مذاهب اهل سنت و الجماعت است که یعنی خواندن این نماز برای دیگران جایز نیست که پدر از دنیا رفته فرزند به جاش بیاد و نماز بخواند یا همسرش بیاد به جاش نماز بخواند. این اساساً بالاتفاق خواندن نماز برای دیگران چه در زندگی باشد چه بعد از مرگ باشد، چون این چیزی به اتفاق ائمه عرض کردم که جایز نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر این که حتی فدیه دادن برای نماز این هم جایز نیست و از نظر شرعی چون این چیزی ثابت نشده. یعنی این که نمازی که از انسان فوت شده نه قضایش بر ورثه لازم هست و نه فدیه دادنش لازم هست و اساساً فدیه دادن بهای نماز دادن از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و از احادیثشون به هیچ عنوان ثابت نیست و دلیل شرعی ندارد. بحث روزه، اگر واقعا کسی از دنیا رفته باشد و روزه برگردنش باشد، پدر باشد، مادر باشد، برادر و خواهر، هر کسی، هر میتی که از دنیا می رود، اگر بر عهده‌اش روزه‌ای هست نزدیکانش می توانند به جاش روزه بگیرند. به استدلال از حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که ایشون فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردند از رسول الله صلی الله علیه و سلم که اگر میتی از دنیا رفت صام عنه ولیه، من مات و علیه صیام صام عنه ولیه، که ولیش میتواند به جای اون روزه بگیرد. این درباره روزه گرفتن هست. و در مورد قرآن خوندن برای میت باز هم دلیلی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود ندارد. در هیچ جایی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردگان خودش یا اینکه صحابه برای مردگان خودشون به هیچ عنوان ثابت نیست که قرآن خونده باشند یا الحمد قل والله رو خونده باشند. صدها نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیات ایشون از دنیا رفتند، بسیاریشون شهید شدند از نزدیکان رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از ایشان در زمان صحابه، در زمان ائمه بزرگوار ما، از هیچ کسی ثابت نیست که گفته باشند برای مردگانتون الحمد قل والله بخوانید یا برایشون ختم بکنید. پس بنابراین اگر کسی میخواد که ایصال ثواب بکند برای مردگانش، چرا نیاییم راههای مطمئنی رو انتخاب بکنیم؟ مثل این هست که شما به یک سفری میروید، یک فلان شهر مثلا مسافر هستید میخواید بروید، دو راه از اینجا وجود داره. یکی به شما میگه این راه که میروید من مطمئن نیستم که به هدف برسید، مطمئن نیستم که شما به هدف برسید، امکان داره که در واقع درنده باشه، امکان داره که راه خراب باشه، امکان داره که راهزن باشه، اصلا امکان داره که این راه اساسا بنبست باشه و شاید هم احتمال داره که برسید به مقصد. صرف یک احتمال است.
راه دیگری هست که تضمین وجود داره که شما 100% به مقصدتون میرسید. انسان عاقل کدوم راه انتخاب میکند؟ همون راهی رو که در اون تضمین هست و 100% مطمئن است که به راه میرسد. ثواب رسیدن قرآن برای میت، خواندن نماز برای میت، اینها جز مواردی هست که ثابت نشده، دلیل شرعی وجود ندارد. ائمه در این زمینه اختلاف دارند که ثواب قرآن میرسد یا نمیرسد. اما ثواب صدقه دادن 100% میرسد. صدقه دادن، زکات دادن و صدقه جاریه که باشد اولاتر هست 100% میرسد. دعا کردن 100% میرسد برای میت که دعا بکنند و بیشترین ثواب رو هم همین دعای خیلی ساده داره، همین که ما دعا بکنیم پروردگار و پدر و مادر و گذشتگان ما رو بیامرز، این بیشترین ثواب رو در میزان حسنات مردگان دارد. عمره کردن 100% میرسد، حج کردن 100% میرسد. در واقع اینا جز مواردی هست که 100% میرسد. انسان عاقل چرا باید یک کاری رو که اصلا دلیل شرعی ندارد آن انجام بدهد؟ به دلیل اینکه ما شنیدیم بعضی گفتند که این ثواب قرآن هم میرسد. خب بعضی گفتن ثواب قرآن میرسد، اما خیلی دیگر گفتن ثواب قرآن نمیرسد. و تمام علمای اهل سنت و الجماعت گفتند که ثواب حج میرسد، ثواب عمره میرسد، ثواب دعا میرسد، ثواب صدقه میرسد. انسان عاقل باید این موارد رو در واقع مد نظر قرار بدهد و آن چیزی که جایز هست و آن چیزی که مشروع هست آن را عمل بکند به عنوان ایصال ثواب برای مردگان خودشان. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که حکم مصرف مواد مخدر و تریاک چیست؟ بفرمایید. مواد مخدر به صورت کلی با تمام گونه‌هایی که دارد از نظر شرعی و به اتفاق تمام علمای اهل سنت و الجماعت و تمام مذاهب در واقع حرام هست و حرمتش هم ثابت هست از نص رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی از گفتار رسول الله صلی الله علیه وسلم، و هم از اجماع اهل سنت و الجماعت. هم نص وجود دارد و هم در این زمینه اجماع وجود دارد. در این زمینه روایتی هست از حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها که امام ابو داود و امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهما این روایت کردند که ایشون میگوید که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن کل مسکر و مفتر، عن کل مسکر و مفتر، از تمام چیزهایی که نشه آور هست و سست کننده هست. یعنی هر گونه مایعاتی یا مواد دیگری، اهم از این که مایع باشد یا جامد باشد، که مصرفش منجر به یک نوع سکر بشود، یک نوع نشگی و خمودگی بشود و بدن انسان را سست بکند یا عقل انسان را زائل بکند، این به تصریح رسول الله صلی الله علیه و سلم منهی عنه است، نهی کردند و اساسا نهی هم برای تحریم در واقع میاد. و به اتفاق علما خمر تعریفی که بر خمر دارند، الخمر ما خامر العقل، اون چیزی که عقل را میپوشاند، و به اتفاق علما این موارد در واقع حرام هست و به هیچ عنوان جایز نیست و در هر سطحی که باشد. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در این زمینه میگوید که مفاسدی که حشیش دارد یا مواد مخدر دارند بیشتر از مفاسدی هست که شراب دارد. اگر واقعا مفاسدش رو بررسی بکنیم بیشتر از مفاسدی هست که شراب داره. و جالب اینجا است که علامه سبکی رحمت الله علیه در مورد مصرف حشیش و بنگ بیش از 100 مورد از ضررهایش رو گفته. در اون زمان که این همه امکانات وجود نداشته و آزمایشات وجود نداشته، بیش از 100 مورد از عوارض منفی و در واقع تأثیرات مخرب مواد مخدر را بیان کرده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه می‌فرمایند که مفاسدی که در مواد مخدر وجود دارد بیشتر از مفاسدی هست که در شراب وجود دارد. پس بنابراین این مورد، یعنی مواد مخدر، حرام هست، اولاتر به تحریم هست و هر کسی که مواد مخدر را حلال بداند و گمان بکند که این حلال هست، ایشون میفرماید که فانه یستتاب، باید ایشون رو از توبه بدند، باید حتما توبه بدن. اگر توبه کرد که خوبه و قابل قبول هست، و الا قتل مرتدا. و اگر کسی که معتقد به حلال بودن مواد مخدر است اگر توبه نکند، به عنوان ارتداد در واقع کشته می شود. لا یصلی علیه ولا یدفن فی مقابر المسلمین، نه بر اون نماز بخونند و نه در مقابر مسلمانان اینو در واقع دفن بکنند، زیرا که این صراحتا یعنی در واقع معارضه و در واقع معانده هست با حکمی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده. و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردن، به معنی این که حرام هست. اگر کسی قائل
قائل به حلال بودنش باشد، یعنی این که در واقع حکم الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو قبول نکرده. و جالب اینجاست که تمام فقهای مذاهب در این زمینه همسو هستند، نه تنها شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه که اساسا ایشان حنبلی مذهب بودند، حتی علامه ابن عابدین رحمت الله علیه در کتاب معروف خودشون که رد المحتار است که و به عنوان شامی هم شناخته می شود، در جلد 6 این کتاب در واقع اجماع رو نقل کرده از قرافی و از ابن تیمیه نقل کرده که الاجماع علی تحریم شیشه، که اجماع بر حرام بودن حشیش و هر گونه مواد مخدر. و ایشون در کتابش میگن که هر کسی که این حشیش را مواد مخدر را حلال بدونن اون در واقع کافر میشود. پس بنابراین در این زمینه تمام فقها اتفاق نظر دارند، هم روایت وجود دارد و هم اتفاق فقها هست که مواد مخدر در هر سطحی که باشند در واقع حرام هستند، هرچند که سکرش و در واقع مستی و خماریش بیشتر باشد و خمودگی و سستی که در بدن ایجاد میکند بیشتر باشد، حرمتش به همون میزان در واقع سخت‌تر و بیشتر هست. و به صورت کلی تمام مواد مخدر، از مواد مخدر پیشرفته گرفته تا همون حد اقلش که همون توتون و سیگار است، همه اونها جزء محدوده و دایره حرام هستند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا اهدای عضو گناه یا اشکالی نداره از نظر شرعی؟ اهدای عضو اگر به معنی فروش عضو باشه گناه و ناجایز هست. اگر اهدای عضو به معنی تلف شدن یک مصلحت در وجود شما هست باز هم حرام هستی، به معنی اینکه بیناییتون از دست بده، شنواییتون از دست بده، گویاییتون از دست بده یا قلبتون از کار بیفته، باز هم این حرام هست. فروختن عضو به صورت کلی به هر عنوانی که باشد فروختنش حرام، جایز نیست. اما اگر واقعا اهدای عضو باشد، عضوی که در واقع منجر به خلل در زندگی فرد اهدا کننده نباشد و بیناییش را یا یکی از حاسه هایش را از بین نمیبرد، اهدای عضو جایز هست. اهدای عضو صرفاً به معنی هدیه باشد. اگر به معنی فروختن باشد باز هم جایز نیست. اگر به معنی این که یک فردی میخواد خودش کور بشه و دیگری بینا بشود باز هم جایز نیست. اگر اهدای عضو مثلا اهدای قلب باشه که زندگی انسان بر این مترتب هست باز هم جایز نیست. اما اهدای عضوی که خللی در زندگی روزمره فرد ایجاد نمی کند اهدایش هم جایز هست، اما فروختنش جایز نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن بعضیا این جمله را به کار میبرند و میگویند خداوکیلی. حال اگر کسی خداوند را شاهد بگیرد آیا گناه دارد؟ این جمله ای که بعضی به کار میبرند خداوکیلی یا خدا بهتر میدوند، خدا میدوند یا خدا را من شاهد میگیرم که چنین و چنان شده، این در واقع میشود که به چندین قسم اینو تقسیم کرد. اولا اگر اون کاری که شما قسم بهش میخورید میگید خداوکیلی من فلان کار رو انجام دادم یا فلان کار رو انجام ندادم، اگر واقعا شما راست میگویید اشکالی ندارد. اگر راست میگویید اشکال ندارد. یک کاری رو انجام داده میگه خدا میداند که من فلان کار رو انجام دادم یا انجام ندادم، خداوکیلی من فلان کار رو کردم یا اینکه فلان کار رو نکردم. اگر عین واقعیت باشد در این زمینه هیچ گونه اشکالی رو نداره. اما اگر دروغ باشد، یک کاری رو شما انجام دادید، وقتی که از شما سوال میکنن میگه خدا میداند که من فلان کار رو انجام ندادم یا خداوکیلی من فلان کار رو انجام ندادم، این نسبت دروغ به الله متعال هست. گذشته از این که خودتان دروغ میگویید، نسبت دروغ به الله متعال است. یک کاری رو که نکردید میگید که الله میداند که من این کار رو کردم، الله شاهد است که من فلان کار رو انجام دادم. این خود شهادت و خود این حرف شما که دروغ است به جای خود این نسبت میدهید به الله متعال، این خودش یک دروغ دیگر و افترای بر الله متعال است که این مورد کفر هست. این مورد کفر است. یعنی هر کسی که کاری رو انجام نداده بگوید که خداوکیلی فلان کار رو انجام دادم یا خدا میداند که فلان کار رو انجام دادم، دروغ و افترا بر الله متعال هست و این کفر است. و اگر به صورت شک باشد و تردد باشد که والله فلان کار انجام نشده و متردده که آیا انجام شده یا انجام نشده، بازم میگه خداوکیلی یا خدا در این زمینه شاهد است، این در واقع جز موارد حرام هست. پس بنابراین گفتن خداوکیلی یا اینکه خدا میداند خارج از سه حکم نیست. یا اینکه جایز هست اگر عین واقعیت باشد، یا اینکه کفر هست اگر دروغ بر الله متعال باشد، یا اینکه حرام هست اگر به صورت تردد و شک باشد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که من از صندوق کمک امام رضا گاهی وقتا پول قرض میکنم، چه حکمی دارن؟
از صندوق این صندوقی هست، صندوق مهر رضا فکر کنم بله. چه چیزی که برای وام این چیزا ازش استفاده میشه. اگر منظور این باشه که از یک صندوقی یک قرضی رو میگیرن، اگر قرض واقعا قرض الحسنه باشه که هیچ گونه اشکال نداره، یعنی قرض بدون بهره و بدون ربا باشد، چون چیز اشکال شرعی ندارد از هر کسی که باشد، از هر مؤسسه‌ای که باشد. وقتی که قرضی رو به شما میدن قرض بدون بهره باشد جایز نیست. اما اگر سوال این باشه که از صندوق‌های صدقات یعنی پولی رو برداشت میکنه یا به تعبیر دیگر به سرقت میبرد، این به هیچ عنوان جایز نیست، چه مال حکومی باشه، مال یک حکومت باشه، یا مال فرد باشه، یا مال مؤسسه باشد، به هیچ عنوان برداشتن این مال و بدون در واقع اجازه جایز نیست و این جزء همون موارد سرقت شمرده می شود. بله، این دو صورت سوال رو بیان کرد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن من نماز میخوانم ولی بعضی وقتها شیطان منو وسوسه میکنه و من به کانال‌های اروپایی نگاه میکنم، فقط زن هستن و من فکر میکنم که هر بار از این طریق مرتکب گناه میشم ولی نمیدونم چه کار کنم. در ضمن جواب اتاق فرمان نیز لطفاً شماره تماس بینندگان را نیز زیرنویس کنید. در مورد در این یک نوع ابتلا هست و یک نوع اعتیاد هست، در واقع اعتیاد به یک سری برنامه ها یا یک سری در واقع مواردی که انسان به اون عادت میکند، یک فیلم هست، یک سریال هست، یا چه بسا در حد فیلم های مبتذل باشد که این عرض کردم نهایتاً به عنوان یک اعتیاد در میاد و تحقیقاتی که در این زمینه شده در مورد روانشناسان تقریبا حدود 50% از کسانی که در واقع عادت کردن به نگاه کردن چنین برنامه های مبتذل یا غیر شرعی و سریال هایی که این گونه که این بیننده‌مان اشاره کردن، 50% از این مردم و مردها دچار افسردگی می شوند، یعنی از زندگی خودشون رضایت ندارند و در واقع دچار افسردگی می شوند. این به عنوان یک اثر مخربی هست که این گونه سریال ها و شبکه های در واقع غیر دینی دارند. منتها به عنوان یک احساس گناه اگر باشد، وقتی که انسان یک عملی رو انجام داده، اهم از این که مشاهده کردن فیلم های مبتذل یا سریال های مبتذل باشد، خود همین احساسی که در شما وجود آمده بعد از هر بار مشاهده کردن این شبکه ها، این احساس مبارکی هست، احساس گناه کردن. تا زمانی که احساس گناه در انسان وجود دارد، این در واقع روزنه امید هست، انسان رو در واقع نجات میدهد و یا امروز یا فردا یا هر روزی در واقع انسان توبه میکند و خود همین پشیمانی شما و خود همین اظهار ندامت شما که میگید کاش این کار رو نمیکردند، یا این در واقع انگیزه‌ای که دارید برای ترک این موارد، این خودش در واقع یک نوع توبه شمرده میشود که باعث جلا دادن و ثقل دادن قلب شما در واقع میشود. در صحیح مسلم از ابو امامه یک روایتی نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یک فردی اومد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت که یا رسول الله انی اصبت حدا فاقمه علی، من یک حدی رو، یک گناهی رو مرتکب شدم، بر من حد را جاری بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم صبر کردن، بعد از اینکه نماز تمام شد گفت اون کسی که سوال کرد کجا هست؟ گفتند که دست بلند کرد من هستم یا رسول الله. و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که برو همین نمازی خوندی کفاره اون گناهی است که انجام دادید. یعنی بله یعنی این که گناهانی که انسان انجام میدهد وقتی که ناراحت میشود، پشیمان میشود، افسرده میشود، عبادت هایی رو که انسان بعد از اون انجام میدهد این سبب میشود که این گناهان خود به خود در واقع کفاره بشوند. بعد از این مرحله، یعنی مرحله اول احساس گناه است و هر شخصی که برای اولین بار گناهی رو انجام میدهد محال هست که احساس افسردگی نکند، احساس ناراحتی نکند و اساسا مؤمن و مسلمان همیشه در حالت انجام گناه در واقع یک حزن، یک غمی در قلبش هست. چه بسا که سکر گناه و سکر اون شهوت شاید این غم را تحت شعاع قرار بدن، اما این حزن و این غم و این اندوه و این ناراحتی و افسردگی برای تمام مسلمانان در هنگام گناه یا بعد از گناه این وجود داره که عرض کردم این یک روزنه امید هست. مرحله دومش اینجا در واقع خوشحال شدن از گناه هست. کسی که از گناهش خوشحال هست و شادمان هست که گناهی رو انجام داده، برای چنین شخصی در واقع امید برای توبه نیست، یا اضافه
بر این در مرحله‌ای که انسان میرسد که افتخار به گناه باشد یا تجاهر به گناه، یعنی گناه را علنا انجام دادن، اینها مراحل بعدی هست که در واقع انسان به اون میرسد که هر چند که انسان گناهی رو انجام بدهد، اگر توبه رو به تأخیر بیاندازد، این سبب می شود که این گناه پخته تر بشود، قلب انسان سیاه‌تر می شود و از توبه کردن و ندامت و پشیمانی به همون مرحله دورتر می شود. پس بنابراین ایشون وقتی که احساس گناه کردن توبه بکنند، بعد از هر گناهی توبه بکنید، نگذارید که این گناهان شما تلمبار بشود و روی هم در واقع اضافه بشود تا اینکه نهایتا منجر به این بشود که راه توبه بر شما بسته بشود. من امیدوار هستم که تمامی گناهکاران را الله متعال ان شاء الله ببخشد، اما تمامی گناهکاران باید امیدوار باشند به رحمت الله متعال. هر چند گناه بزرگی رو انجام داده باشید، مطمئن باشید که رحمت الله متعال از گناه شما بیشتر هست و حتما بعد از هر توبه، بعد از هر گناه توبه بکنید و عمل خیری رو انجام بدهید که این سبب می شود که اون عوارض منفی و تاثیر منفی گناه از وجود شما و از قلب شما ان شاء الله زدوده خواهد شد. آمین و جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان وصله و از بینندگانم خواهش میکنم کسانی که میخوان تماس بگیرن صدای گیرنده رو کم کنن و از طریق تلفن صدای ما رو بشنون. اولین بیننده را میگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید و سوال شرعیتون رو بفرمایید. و علیکم السلام. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. از ایران تماس گرفتم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. سه تا سوال داشتم. سوال اول همینه که داریم از افغانستان اومده، پاسپورت گرفته، بعد یه ماه میخواد اینجا بمونه، بعد دوباره میره افغانستان، باز هم یه ماه اونجا یه ماه اینجا میمونه. بعد گفت نمازش رو قضا چیزی بخونه، مسافرونه رو بخونه یا نه کامل نمازش رو بخونه. بله، سوال بعدی؟ سال بعدی هم اینه که مثلا دستمون یا پامون خون میشه، رو لباسمون میریزه، بعد این خون اندازش چقدر باشه که با اون لباس نمیشه نماز خون. بله. سال بعدی هم اینه که چیزه مثلا دسته هاش هم شوهرش هم همه با هم کار میکنن، درآمدی که در میارن. بخشین سوالتون رو دوباره تکرار کنین. میگن که مثلا یه زن بچه‌هاش هم کار میکنه، پول در میاره، شوهرش هم کار میکنه، بعد پولای شوهرش و بچه‌هاش همه رو یه جا جمع میکنه، مثلا دست خودشه. بعد از این پولا مثلا چقدر بخواد صدقه بده یا اینکه به کسی که احتیاج داره قرض بده، آیا این زن مرتکب گناه میشه؟ اگر مرتکب گناه نمیشه ثواب میکنه، برای شوهرش هم میرسه یا نه؟ یعنی بدون اجازه شوهر صدقه میده یا با اجازه شوهر و فرزندا؟ نه، بدون اجازه. چون میگه مثلا اونقدر زیاد نمیدم که بخواد دست پولی که مثلا خریدن زیاد بدم که کم بشه. بله. اگه قرض به کسی میده چیز میشه، دوباره برمیگردم. بله، سوال واضحه، جزاکم الله خیر. تماس قطع شد، بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. آمینه از تاجیکستانم. آیا زن میتونه در شب به روسر به چادر خواب برود؟ این یک سوال. بخشید سوال دوباره مطرح کنید. یک کمی لطفاً اتاق فرمان لطفاً سوال بیننده رو بالاتر کنید. آیا زن میتونه در شب به چادر به روسر خواب برود یا نه؟ بعد سوال دوم، بخشید آیا زن میتونه در شب به روسری به چادر خواب برود؟ بله. سوال بعدی؟ آیا بعد از نماز بامداد خواب رفتن جایز است یا نه؟ بعد سوال سوم این که آیا نماز دعای مخصوص برای طلب علم کردن باشد هست یا نه؟ سوال آخریتون چی بود ببخشید؟ آیا نماز و دعای مخصوص برای طلب علم کردن باشد هست یا نه؟ نماز و دعای طلب چی؟ یعنی اینجا مشخص نیست. نمازی مخصوص یا که دعای مخصوص برای طلب علم کردن باشد. طلب علم کردن. بله. در امان الله باشین. خداحافظ. تشکر میکنم از شما. سوال واضح؟ بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، لطفا خودتون رو معرفی کنید، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
الو السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. عرض خدمت باشید. سلامت باشین. یه سوال داشتم. میخواستم بگم ما یه شخصی جماعت میکنه، اون تمام حرفاش کلمه های که میگه مثلا کشیده میخونه. میخواستم بگم ما پشت سرش نماز جهت داشت یا نه؟ یعنی نماز پشت سر کسی که با صدای کشیده میخونه؟ بله. بله. مثلا تمام حرفاش صدای کشیده میخونه. میخواستم میدونم ما پشت سر این شخص جماعت جایز است؟ خب اگر قضیه تجویده یه قضیه دیگه است. اگر اینکه صوتشو طولانی میده اینم یه جور دیگه است. این اون بدون تجوید فقط صدا رو طولانی میده. سوالتون اینجوریه؟ همه طولانی میشه همه، یعنی همه کلمه رو طولانی میکشه. بله. نه که فقط مثلا بعضی از مثلا تو سوره هم تقریبا الضالین اون همه شو دراز میکنه. بله بله. تشکر میکنم. سوال دیگه هم دارین؟ بفرمایید. میخواستم ببینم مرجعیت است یا نه. بله. سوالتون واضحه. تشکر میکنم ازشون. بیانیه بعدی رو بگیریم. سلام علیکم. لطفا خودتون رو معرفی کنید. بفرمایید. سلام محمدی هستم از کردستان. یه وقتی چند سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولم در مورد توضیح بخشید لطفا شمرده تر سوالتون رو مطرح کنید چون صدای اینجا متاسفانه واضح نیست. اما اگه شمرده بگین مشخص میشه. سجده سهو. کجا اشتباه کنیم توضیح میخواد؟ اگه در سوال اشتباه کنیم توضیح میخواد یا نه؟ بخشید باز صدا یعنی واضح نبود. سجده سهو که جاش کجا هست در نماز؟ میخواستم توضیح بدید کلا، یعنی اگه در سر نماز اشتباه کنیم توضیح میخواد یا نه؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ الو. بله این سوال واضح شد. سوال بعدیتون لطفا. سوال دومی که ذکر شامگری و صبحگری و خوفتن رو میشه در دوران پریودی از گوشی بخونن یا اشکال نداره؟ چون میگن نباید خواهر گرامی لطفا شمرده تر سوالا رو مطرح کنید چون صدا متاسفانه اینجا واضح نیست. چشم. بخش. در مورد ذکر صبحگری و شامگری و خوفتن میخواستم، میگن دوران پریودی میشه بخونی اشکال نداره؟ بله. چون میگن نباید قرآن بخونی، این ذکر هم توشون قرآن هست. درسته میپرسیدم. بعد سوم هم اینه که اینجا بعضی وقتا اذان رو چند دقیقه یا زود میگن یا دیر. گفتن میشه از روی ساعت نماز خون به جای اذان؟ بله. یعنی میشه به چه صورت نماز خوان؟ یعنی زودتر از نه وقت؟ از روی ساعت. بله. ساعت به جای اذان، چون دیر یا زودتر میگن اذان رو. نماز خوندن قبل از روی ساعتایی که وقت اذان رو میگه. چون یا دیر میگن یا زود میگن، دقیق سر وقت اذان نمیگن. بله. بعد در مورد نماز شب یه سوال داشتن، میگن شب جمعه نباید نماز شب خوند. میخواستم بپرسم این حرف درسته یا نه؟ بله. تشکر میکنم از شما. نماز شب جمعه که منظورش شاید خاص قرار دادن نماز تهجد برای شب جمعه. بله بسیار خوب. تشکر میکنم. بیننده گرامی. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید. این سوال داشتم. بخشین صداتون خیلی پایینه. یعنی فیلمای ترکی رو کنه خود آدم ممکنه به چه صورت؟ بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم. بفرمایید. الو. بفرمایید. صدای شما داره پخش میشه بیننده گرامی. لطفا از طریق تلفن صدای ما رو بشنوین.
بیننده بعدی رو بگیریم. الو، سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم استاد. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. خدمت مولانا صاحبم سلام عرض میکنم. بنده ابو عرفان هستم، از بلوچستان تماس میگیرم. ابو احسان از بلوچستان، در خدمت شما هستیم. ابو عرفان، من میخواستم در مورد یه موضوعی که اینجا مولانا صاحب بهتر میدونه، میگن نیمون هست، همون یه نوع جنیه. آیا این وجود داره؟ اگه هست چجوری باش برخورد بکنیم؟ یا اینکه مثلا حرفشو گوش بکنیم، هر چی میخواد بهش بدیم؟ مولانا صاحب جواب بده لطفاً. بله. سوال دیگه هم دارین؟ مورد شما فهمیدین؟ نه بخشین یک یعنی واضح تر بگین، چون مولانا گفت که متوجه نشد متاسفانه. یک چیزی هست بهش میگن لیمون. نیمون ها، همین یه نوع جنیه. یعنی درختیه یا خود جنه؟ نه چون بعد داستانا و خرافات وجود داره که میگن مثلا بحثتون روی نیمون ها؟ نیمون. آره نیمون صاحب. الان متوجه شدین شه؟ بسیار خوب. بله، زارا متوجه شدن، ان شاء الله پاسخ دریافت میکنیم. سلام. سلام علیکم، بفرمایین. الو، سلام، خوبی؟ شبکه سلامت باشین. بله، در خدمت شما هستیم. سوال شهری داریم، بفرمایید. سوال داشتم. در خدمت شما هستیم. الو، بفرمایید. سوالی داشتم درباره صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. میگم چی رو اسم مجید جایید بذاریم. اسم مجید؟ بله. بله. تشکر میکنم، ان شاء الله پاسخ دریافت میکنیم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم برادر. دلیل هستم از تاجیکستان. بیننده از تاجیکستان، بفرمایید. برادر عزیز، یک سوال من بود که یک چند روز پیش یک چند برادر جو وقتی که ما تهارت میکردیم از بالای نسکین، منظور همی که همی نسکین تولی که در تابستان میپوشی همی هم یعنی خف همیرا از بلوش ماسک کشیدن. وقتی من برای گفتم مثال برای تجربه گفت که ای بخشین این چیزی که شما گفتین به چی صورته؟ یعنی چیز کلوفتیه یا نازکه یا پوستیه؟ نازک چونه که در پاس تابستان میپوشیش. بله، ما انشالله به صورت کلی مس بر خف یا مس بر جورب انشالله توضیح میدیم، انشالله که شامل باش. الو. بله. گفتن که از کلمه رسول حق میره اجازه دادن، ما برای گفتن اجازه ندادن که اجازه هست از سنت والجماعت همین چیز اومده که اجازه هست. وقتی من از استادم پرسیدم گفت اجازه نیست و ما گفت که مثلا من استاد قبول ندارم، من تو از کلمه رسول حق نشنم که اجازه هست یا نیست. همین خواستم درباره‌اش حضرت استاد توضیح بدن که برای ما از این. بله، انشالله پاسخ دریافت می‌کنیم. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ببخشید مثلا من سوال داشتم، می‌خواستم ببینم مثلا خانواده که مثلا یه نفر نماز. بله. زارن صداشون خاص شد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. لطفاً صدای گیرنده رو کم کنید و از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ما از تاجیکستان. در خدمت شما هستیم. درباره این وسیله میپرسیم. بله. وسیله کردن قریبی جستن به خداوند نه؟ آیا همین با مردگان مثال ای مرده ها درخواست کردن یعنی درست؟ یعنی به مردگان نیست وصیت بکنین؟ توسل کردن. وسیله. بله بله. توسل یعنی از آدم های زنده وسیله کردن درسته، با شخص های مرده این آدم های بزرگی که از دنیا رفتن. بله بله. سوالتون واضحه. سوال دیگه هم دارین؟ سلام.
زارن قطع شد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشین. سلامت باشین، بفرمایید. ببخشید من یه سوالی از استاد داشتم. یه سوالی رو داشتن جواب میدادن در مورد مواد مخدر. من خودم کسی هستم که عمل قلب انجام دادم و زمانی که درد زیادی دارم تو بیمارستان من مورفین تزریق میکنم به خاطر که این درد از بین بره و شب بتونم راحت بخوابم. بر من قرصایی دادن که در واقع خواب آرست شد، چون ترکیبات مواد مخدر هستش. من خودم شیعه هدایت یافته هستم، نگران هستم به این که واقعا استاد گفتن حرام هستش. این تکلیف من چی هستش؟ متوجه که اگر استفاده کنم از شب تا صبح بیدار باشم و بعد در دیگه علامات تحمل کنم. بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه یه چیزی دیگه میخواستم ازشون بپرسم، اینکه موی گربه میتونه رو لباس من یا جایی که نماز میخونم مشکل ایجاد کنه؟ چون ما یه گربه خانگی داریم، این مدام رو اون میزی که من نماز میخونم که روزانی نمیتونم اونجا میخوابه و موهاش اونجا هست. سعیم میکنم خیلی اینا رو جمع کنم. بله. دقیقا موها هستش رو برقرار لباس و این گربه میخواستم بدم این جلوی من اکثرا زمانی که نماز میخونم رو اون میز دراز میکشه. خواستم من نماز خوندم اصلا در زمانی که این گربه جلو من هستش مشکل ایجاد میکنه که برای نمازم مشکلی نه. تشکر میکنم از شما. انشالله پاسخ دریافت میکنید. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. عبدالله هستم از ایران. بیننده گرامی از ایران، بفرمایید. یه سوالی داشتم خدمت. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. این تقلید از کسی مرده جایزه یا جایز نیست؟ بعضی از این مامورا میگن نمیشه از کسی مرده تقلید کرد. ببخشید تقلید از مرده؟ بله. از کسی که مرده، مثلا بعضی از امام حنفی ابو حنیفه نمیشه مثلا تقلید کرد مرده. آیا جایزه مثلا استاد احکامش یا جایز نیست؟ یعنی سوالتون مشخص دیگه؟ بله. انشالله پاسخ دریافت میکنین. بیننده بعدی رو بگیریم. مولانا 19-18 سوال گرفتیم. بریم همچنان. باش. سلام علیکم، بفرمایید. چرا بازم از بلوچستان؟ از بلوچستان؟ الو. بفرمایید. بله. در خدمت شما هستیم. میخوام در مورد تعویض در مورد تعویض. بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه. انشالله پاسخ دریافت میکنیم. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم سیدیان، شما جا بکنم خوبین؟ و علیکم السلام، سلامت باشین، بفرمایید. سوال هست؟ سوال شما داره پخش میشه، منتظر سوال شرعیتون هستیم. زنده باشم استاد، با خدمت شما و استاد عزیز. سلامت باشین. محترم عبدالقادر شما از افغانستان. لطفاً یک کمی صداتون رو بالاتر کنید چون ما صدا رو پایین میشنویم متاسفانه. استاد عبدالقادر شما از افغانستان. بله. زنگ زدم شما صد یک سوال داشتم. روی که با یک 3-4 تا طفل داریم. 3-4 تا گل؟ طفل خوب. طفل بله. و مثل ما سال پیش مثلا یک طفل به فرزندی گرفتیم. اما تو موقع چون خانم مانده حاملم نبود، بالاخره خانم من حامله نبود. اون موقعی که طفل ما به فرزندی گرفتیم و بعد از او سال بعد خداوند ما دار شدیم، یک طفل دیگه هم خداوند به ما داد. به اصطلاح ما خانم من به اصطلاح شیر داد به این طفل، منتها از طفل مثلا داخل یا شیرچوشک یا پیاله یک چیز شیر میگرفتن دیگه طفل میدادن. حالا این اساس است که آیا همین طفل محرم میشه استاد؟ بله، به این صورت که از داخل شیشه یعنی شیر خورده بچه. این طفلی که بله زمانی که به شیر دادید چند ساله بود؟
یک سال یک ماه حدودا یک سال یک ماه شد که بعدی آمادات بلا. بسیار خوب. بله ان شاء الله پاسخ دریافت میکنیم. تشکر. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. اجمنان هستم، از افغانستان زنگ میزنم، از ولایت نیمروز. بله در خدمت شما هستیم. سوال ما همین است که ما مسافر کشی میکنم، همین مسافر کشی که آدم میکنه افغان کشی به ایران و به ترکیه میبرم، این پولش حرامه یا حلال؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ الو. سوال دیگه هم دارین، بفرمایید. نه سلامت باشه، همین سوال من. ان شاء الله پاسخ رو دریافت میکنین. بیننده بعدی رو بگیریم. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. درود و سلام خداوند بر شما دوستان عزیز. سلامت باشین. از شما یک سوال سریع داشتم که در قرآن سوره های سجده تلاوت دارند. آیا در نماز آن سوره رو خوانیم بعد از آن واجب می شود با ما سجده تلاوت کردن یا نه؟ بله در خود نماز. نه در خود نماز خواندن. بعد سوال دوم همین که یک برادر ما نام او سهراب هست. میخواستم از شما واضح‌تر که این نام کتابی هست یا نه؟ بله تشکر میکنم از شما. آخرین تماس بیننده را بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. آخرین بیننده بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. برهان هستم، تماس میگیرم. ببخشید سلام به شما و استاد عزیز بزرگوار. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ببخشید سوال داشتم این که کسی که مثلا دو تا بچه از زن قبلیش داشته باشه به حدود یکی مثلا یک ماه مونده باشه یا بزرگتر باشه یک سال، بعدا این بچه ها و مادرش رفته باشه به جرم یتیم میره تو خونه یا نه؟ به جرم یتیم؟ مثلا یتیم شناخته میشه تو خونه یا نه؟ مثلا در حالی که مادرش زنده است دیگه. مادرش رفته، مادرش مثلا رفته، بچه 2 ساله بوده، 1 ساله بوده، مادرش رفته. یعنی مردن دیگه. بله. پدر زنده است. بله مادرش رفته، مثلا شوهر گرفته رفته، مثلا آقای زن دیگه گرفته، الان خب همش در اونا پذیرایی میده. من میخواستم این رو بدونم که بچه ها تو خونه یتیم گفته میشه یا نه؟ بله. سوالتون واضحه، انشالله پاسخ رو دریافت میکنین. سوال دیگه هم دارین؟ دست در نکنم، سلامتی. تشکر از شما، تشکر فراوان از همه دوستان. سلامت باشین. ما هم تشکر میکنیم و از بینندگانی هم که پشت خط موندن هم معذرت میخوایم. در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بالقرآن نحیا، بالقرآن نحیا، بالقرآن نحیا، بالقرآن نحیا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا.
أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقتا وما تركت لك الأيام عذرا لقد وعظتك لكن ما اتعظتا تنادي للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت وتسمعك النداء وأنت لاه عن الداعي كأنك ما سمعت وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت معائب هذه الدنيا كثير وأنت على محبتها طبعت يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيت عقلا ما لعبت فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت ولست بآمل ردا لدنيا فتعمل صالحا فيما تركت أيا نفسي أخوضا في المعاصي وبعد 40 رغب ستا وأرجو أن يطول العمر حتى أرى زاد الرحيل وقد تأتى علمت فدع سبيل الجهل واحذر وصحح قد علمت وما عملت ويا من يجمع الأموال قل لي أيمنعك الردى ما قد جمعت ولا تهمل فإن الوقت يسري فإن لم تغتنمه فقد أضعت وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوك ضعف ما فيها سررت تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت ألست ترى ديارهم خواء فقد أنكرت منها ما عرفت
عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا، اولین بیننده سوالشون این بود که گفتن داییم از افغانستان اومده، مدت 1 ماه است که اومده، حالا تکلیف نمازش به چه صورت است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد نماز مسافر که تا چند روز میتواند نماز مسافری بخواند، آیا مسافر هست یا مقیم هست، بیشترین زمانی که تعیین شده برای مدت سفر که یک مسافر در یک جای اقامت بکند و بتواند نماز مسافری بخواند 2 هفته هست و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، در فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اینو مشخص کردن که اگر فردی مسافر در یک شهر دیگر رفته به سفر، اگر 2 هفته در اونجا سکونت بکند معنیش این است که مقیم هست. کمتر از 2 هفته باشه در واقع مسافر شمرده می شود، نمازش رو می تواند به صورت قصر و جمع در واقع بخواند و این بالاترین عدد ایامی هست که در میان مذاهب اهل سنت و الجماعت تدوین شده. اگر نیتشون این است که واقعا 1 ماه میماند، از همون اول که رفته اراده کرده که 1 ماه میماند، حکمش این چیزی هست که یعنی این فرد مقیم هست. اگر وقتی که رفته نیت و تصمیمش این است که من در فلان شهر 1 ماه میمونم یا 2 هفته میمونم، بنابر فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قطعا چنین فردی مقیم هست و خواندن نماز قصر براش جایز نیست. اما اگر یک فردی رفته در یک جایی، در یک سفری داشته در یک شهری و یک کاری اونجا داره و مطمئن نیست که کارش فردا تمام می شود، پس فردا تمام می شود یا چند روزی طول می کشد، مطمئن نیست و نیت مشخصی برای اقامت در اونجا ندارد، امکان داره که فردا کارش در واقع انجام بشود، برود به بر بگردد، یا امکان داره چند روز دیگر، شاید 1 ماه هم مثلا به طول انجامیده باشد. اگر این فرد نیت اقامت ندارد، فقط میاد امروز یا فردا یا پس فردا به محض اینکه کارم تمام بشود و مطمئن نیست که کارش که تمام می شود، این فرد حکمش حکم مسافر هست، ولی اینکه طولانی بشود. اساساً هدفش سفر هست، قصد برگشت دارد، اما منتظر این است که کارش امروز یا فردا، امروز میگن فردا میره مراجعه میکنه به یک اداره مثلا میگن پس فردا، این حکمش حکم مسافر است. اما کسی که در یک جای رفته سکونت کرده اضافه بر 2 هفته در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، حکم این حکم مسافر است. اما در روش رسول الله صلی الله علیه و سلم اون چیزی که عملا ایشون انجام دادن در حجۃ الوداع که ایشون رفتن 4 روز در مکه در واقع ایشون اقامت داشتند و این 4 روز رو ایشون نماز مسافری میخوندن، نماز رو به صورت قصر میخوندن. این 4 روز در نصن اومده در سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 2 هفته رو قرار دادن، یعنی بیشتر از 2 هفته اگر نیت اقامه رو داشته باشد باید نماز رو به صورت اقامه بخواند، اگر کمتر باشد نمازش به صورت مسافری است. بله، جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی پرسیدن که قسمت بدن خونی میشه و خون رو لباس میریزه، حالا تا چه اندازه خون در لباس باشه نمیشه باش نماز خواند؟ برای در واقع نجاستی که بر لباس باقی بماند و اصابت بکند به لباس، اساسا حکم شرعی این است که این رو باید پاک بکنند. هر نوع نجاستی که باشد بر بدن یا لباس انسان باشد، هنگام نماز خوندن باید اون را در واقع دور بکنند. و در فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که جوازی قائل شدن برای نجاسات غلیظه مانند خون که یکی از این موارد هست در فقه امام ابو حنیفه و نجس است، اندازش رو به اندازه 1 درهم در واقع تعیین کردند، یعنی به اندازه کف دست باشه به صورت یک در واقع سکه، این اندازه رو گفتند که معاف است. یعنی اگر بر روی لباس یک انسانی وجود داشته باشد و اینو ندیده باشد نماز بخواند، نمازش کاملا درسته و اعاده چنین نمازی لازم نیست. اما اگر قبل از نماز دیده، این اولاتر و بهتر این است که به هر صورت ولو این کندک باشد نجاست رو از بدن و لباس خودش باید بزداید. بله، جزاکم الله خیر. خواهر پرسیدن که زنی بچه و شوهراش کار میکنن و پول رو به اون زن میدن و اون زن هم پول رو جمع میکنه. حالا اگر اون زن بخواهد که با اون پولا صدقه بده یا قرض بدهد بدون اجازه آنها، آیا گناه داره یا این که نه شوهر و فرزنداش در این صدقه دادن شریک میشه؟ این 2 حالت داره. یکی این که ایشون فقط از اون سهمیه خودشون اگر واقعا مشخص هست صدقه میدن که در این صورت هیچ گونه اشکال شرعی وجود نداره.
در صورتی که از یک مال مشترک صدقه میدن و صدقه که در واقع مبلغ زیادی هست که احتمال دارد که شرکا راضی نباشند. اگر مبلغ زیادی هست حتما باید اجازه بگیرد از بقیه شرکا، و اگر مبلغ کمی هست که معمولا در واقع شرکا به این راضی هستند یا اعلام رضایت کردن، یا معمولا از بس که این مبلغ اندکی هست کسی در واقع توجه نمی کند و معمولا اجازه میدهند، در این صورت صدقه دادن از مال مشترک و مال شریکی هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، در صورتی که به اندازه‌ای باشد که به اصل مال ضربه نمیزند و به اندازه کمی هست که در واقع معمولا تمام شرکا بخل نمی‌ورزند برای صدقه دادن این بخش از مال. این جایز هست، اشکال شرعی ندارد و همه کسانی که شریک در این مال هستند در ثواب این صدقه هم شریک خواهند. بله، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که آیا زن میتواند در شب بدون روسری بخوابه؟ بله، هیچ گونه اشکال ندارد زمانی که زن در منزل تنها هست یا این که همراه با محارم خودش هست، فرزندانش هستند، شوهرش هست، برادرش هست، برادرزاده، خواهرزاده هستند، مثلا عمو و دایی هستند، اینها جز محارم هستند. هیچ گونه اشکال ندارد که در جلوی محارم سرش در واقع برهنه باشد. این جز مواردی هست که برای محارم جایز هست و خصوصا در هنگام خواب که هیچ گونه محرمی هم که نامحرم وجود ندارد، این به 100% جایز است و هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و حتی خوابیدن با چادر یا با روسری این اولویت ندارد، ثوابی ندارد و هیچ گونه ممنوعیتی هم ندارد که انسان مثلا که بدون چادر بخوابد. کاملا جایز است، مباح است و هیچ گونه گناهی در این زمینه مترتب نیست. زن در منزل اجازه دارد که لباس راحت بپوشد و سرش برهنه باشد در جلوی محارمش، یا اینکه وقتی که میخوابد لباس راحتی رو تنش بکند و سرش برهنه باشد. هیچ گونه اشکال شرعی و هیچ گونه گناهی رو ندارد. بله. بیننده بعدی پرسیدن که آیا خواب بعد از نماز صبح درسته یا نه؟ از نظر اصلی و اساسی بله جایز هست، خوابیدن بعد از نماز صبح جایز هست. منتها بعضی از فقها به خاطر اینکه این وقت فضیلت هست ترغیب شده که کسی بعد از نماز فجر اگر تا صبح مثلا تا طلوع آفتاب بنشیند و ذکر بکند، این فضیلتی برایش وارد شده به اندازه ثواب یک عمره برایش در روایت اومده. اگر کسی به خاطر این بنشیند این اولاتر و بهتر هست و برخی از فقها گفتند که اگر بخوابد مکروه هست و از نظر در واقع پزشکی هم شاید این خواب در واقع چندان برای بدن هم مفید نباشد. به این خاطر برخی از فقها گفتند که مکروه است و در اصل جوازش هیچ گونه اشکالی ندارد. یعنی اگر کسی بعد از نماز صبح بنابر مصلحتی خوابید یا حتی عادت داشته که بعد از نماز صبح بخوابد، دچار گناهی و کار اشتباهی رو در واقع انجام نداده و از نظر شرعی جایز هست و هیچ دلیلی برای ممنوع بودنش از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود ندارد و کاملا جایز هست. بله، جزاکم الله خیر. آیا نماز مخصوص یا دعای مخصوصی برای طلب علم وجود داره؟ نه خیر، نماز مخصوصی باشه یا دعای مخصوصی که این مخصوص طلب علم باشه چون این دعایی وجود ندارد. دعای کلی هست، هر گونه دعایی که شما بکنید برای طلب علم و اینکه الله متعال به شما در واقع علم نافی رو عنایت بکند، رب زدنی علما، یا هر دعای دیگری رو با هر زبانی که بخوانید بگویید، این هیچ گونه اشکال نداره، جایز است. اما دعای مخصوصی که هر کسی که این دعا رو بخواند یا فلان نماز مخصوص رو بخواند الله متعال به اون علمی رو عنایت میکند، چون این چیزی وجود ندارد. و یک موردی که در این زمینه بسیار مهم هست ترک گناهان هست که امام شافعی رحمت الله علیه میگه که شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. من از استاد خودم گلایه کردم در مورد این که حفظ من ضعیف هست، ایشون منو توصیه کردند که کمتر گناه بکن، ذهن تو قویتر میشود و برای دریافت علم در واقع قویتر خواهی بود. و دوری از گناه به صورت کلی برای حاصل کردن علم مفید و برای حفظ بسیار مفید است. اما اینکه نماز خاصی داشته باشه، دعای خاصی داشته باشه، چون این چیزی وجود نداره. بعد از هر نماز یا بعد هر گونه دعایی رو که شما در واقع توانسته باشید با هر زبانی دعا بکنید، این طلب نیاز هست و طلب نیاز اهم از این که برای علم باشد یا برای مال باشد، برای فرزند باشد، با هر زبانی و در هر وقتی کاملا جایز هست و اشکال ندارد. بله، سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که امام جماعت ما در نماز تمام حرفها را به صورت کشیده و مددار میخونه.
نماز خواندن پشت سر چنین شخصی قرائتی که به صورت به قول ایشون کشیده هست و در برخی از جاها اصلا کشیدن این صدا واجب هست، مد واجب داریم و مده هایی هستند که کمتر هستند به مقدار 6 حرکت یا کمتر باشند، احیانا واجب یا غیر واجب هستند و این جزء احکام تجوید هست. ولو این که اگر یک فردی بیشتر از حد لازم هم در نماز اگر یک حرکتی را بکشد و مدی را انجام بدهد، این باعث شکست شدن نماز در واقع نیست و نمازشون کاملا جایز هست، مگر در صورتی که در واقع منافات داشته باشه با اصل آیه یا معنیش رو مثلا در واقع تغییر بدهد. مانند این کشیدن مثلا حمزه و الف الله اکبر، وقتی که اینو بکشن مثلا میگن الله اکبر، این از صورت اخباری به صورت سوالی و به عنوان یک شک و تردد در میاد. این موارد استثناء هستند، اما مواردی که در معنی هیچ گونه اشکالی به وجود نمیاد و این باعث شکست شدن نماز نیست و خواندن نماز پشت سر چنین امامی کاملا جایز هست و از ترک جماعت اولاتر و بهتر است. بدون شک. سپاسگزارم از شما. آقای محمدی از کردستان گفتن که چه اشتباهاتی در نماز سجده سهو داره و میشه با سجده سهو جبران؟ به صورت کلی تمامی هم در واقع شک و تردیدی که در نماز ایجاد می شود، یعنی اسباب سجده سهو 3 چیز هستند. اولی شک و تردید هست که در نماز شما دچار شک می شوید که نمیدانید که چند رکعت مثلا خوندید، 2 رکعت خوندید یا 4 رکعت خوندید یا 3 رکعت خوندید، شما در نماز خودتون شک دارید، این یک مورد هست. یا در نماز خودتون یک چیزی رو اضافه کردید، اشتباها یک چیزی اضافه شد، مثلا مثلا یک رکعت اضافه کردید یا یک رکوع اضافه کردید، یک سجده اضافه کردید، یا اساسا یک چیزی رو در نماز کم کردید و دوباره اون رو در واقع انجامش دادید و این موارد هم فراموشی در نماز، هم اضافه کردن در نماز و هم نقص در نماز. اگر در نماز رکنی رو نقص کردید، کم شده، مانند این که یک رکعتی رو کم شده یا یک رکوعی یا یک سجده کم شده، این باید یک رکعت دیگر بخواند، یعنی حتما اون رکن رو باید انجام بدهد. اما مواردی که غیر از رکن هستند، اگر اونها رو فراموش کردید، کم کردید در نماز، اونها با سجده سهو در واقع جبران میشند. هر گونه فراموشی در نماز، شک و تردد یا اضافه کردن در نماز یا کم کردن در نماز در صورتی که غیر عمدی باشد، در این سجده سهو وجود دارد و جبران کننده نماز خواهد بود. اما اگر ترک واجب باشد و ترک رکن باشد در نماز، اگر عمدی باشد، قطعا به اتفاق علما این باعث شکستن نماز می شود. اما اگر ترک غیر رکن باشد و به فراموشی باشد، این باعث شکسته و باطل شدن نماز نیست و با سجده سهو جبران می شود. بله، جزاکم الله خیر. در مورد بیننده بعدی در مورد ذکر یا خواندن قرآن در دوران حیض و قاعدگی پرسیدن. بله، خواندن قرآن به عنوان تعبد در زمان عادت ماهیانه بسیار از علما اینو جایز قرار میدن و نظر شخصی بنده این است که بدون ضرورت در این زمینه قرآن رو نخونند. در هنگام قاعدگی بدون ضرورت قرآن رو تلاوت نکنند. ضرورت مانند این که کسی برای مرور کردن حفظ خودش نیاز داره، اگر مرور نکند از یادش میرود، یا معلم قرآن هست مجبور هست که به شاگردانش در واقع قرآن رو آموزش بدهد، یا خودش دانش آموز هست و مجبور هست که قرآن را در واقع بخواند. برای این موارد جایز از اشکال شرعی ندارد که بنابر ضرورت هست. بنابر ضرورت خواندن قرآن در عادت ماهیانه جایز هست و اشکال شرعی ندارد. و بقیه اذکار و اوراد عموما جایز هست. هر گونه ذکری که باشه، هر گونه اورادی که باشد و هر گونه که دعایی باشد، ولو این که دعا از آیات قرآن باشد، ولو این که دعا از آیات قرآن باشد، خواندنش و ذکر کردن این موارد در هنگام عادت ماهیانه هیچ گونه اشکال ندارد و کاملا جایز است. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در شهر ما اذان را یا زود میگن یا دیر میگن. آیا میشه بر اساس اون ساعت‌هایی که در آن اذان شهرها مشخص شده نماز خواند؟ بله، اصل نماز با دخول وقت بر انسان واجب می شود. به محض این که وقت نماز وارد شد، اهم از این که اذان گفته می شود یا اذان گفته نشود، در واقع وقت نماز آغاز شده و خواندن نماز جایز است. اما البته شما باید مطمئن باشید که آیا این اذانی که گفته می شود سر وقت است یا قبل از وقت است یا بعد از وقت است. اگر مطمئن هستی اوقات شرعی که در اختیار شما هست دقیق است، می توانید به محض ورود وقت و دخول وقت نماز بخوانید، ولو اینکه در شهر
شهر اذان رو نگفته باشند، قبل از اذان باشد یا بعد از اذان باشد، به شرط این که بعد از شروع شدن وقت نماز در واقع شما نماز را بخوانید. احتیاط بکنید که این موارد دقیقاً وقت نماز شروع شده باشد بعد از آن نماز بخونید و لزومی نداره که حتما صبر بکنید تا اینکه اذان گفته بشه. به طور مثال در برخی از جاها خصوصا نماز عصر رو مثلا اذانش رو خیلی با تأخیر میگن، جایز هست قبل از اذان و بعد از دخول وقت نماز اون وقت رو شما بخونید. بیننده بعدی گفتن که خواندن نماز شب یا نماز تهجد در شب جمعه چه حکمی دارد؟ جایز هست، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. خواندن نماز شب و نماز تهجد در تمام شب‌های سال جایز هست، هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود ندارد. منتها اختصاص دادن شب جمعه به یک عبادت خاص یا روزش را به عنوان یک روزه خاص، این از رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی شده. ایشون نهی کردند که شب جمعه را به یک عبادت مخصوص شما اختصاص ندهید و روزش را هم روزه نگیرید مگر این که یک روز قبل یا یک روز بعد از جمعه رو در واقع روزه بگیرید. شما عادت داشتید در طول هفته نماز شب میخونید، اشکال نداره شب جمعه هم بخونید. یا این که شب جمعه هست اتفاقی شما بیدار شدید و شوق و رغبت داشتید برای نماز خوندن، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، میتوانید که نماز قیام را یا نماز تهجد بخونید. اما این که منتظر باشید که شب جمعه بیاید و شب جمعه شما نماز تهجد بخونید که ثواب بیشتری دارد، این جایز نیست. اختصاص دادن قیام اللیل یا نماز تهجد به شب جمعه یا اختصاص روزه به روز جمعه، این از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم منع شده و چون این چیزی جایز نیست. اما به صورت عادتی که همیشه در تمام شبها میخونده یا اتفاقی یک بار بیدار شده در یک شب جمعه بخواند، این اشکال ندارد. اما اختصاص دادنش به یک عبادت مخصوص این صحیح نیست. بله، جزاکم الله خیر. ابو عرفان از بلوچستان در مورد یک مسئله گفتن که میگن نیمون هست و یک جن، باید چجوری با اون برخورد کرد؟ در این موارد انسان ذکر و اوراد، خواندن اوراد شرعی که هست، خصوصا سوره معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یا قل هو الله احد، اینا رو بعد از نماز فجر و بعد از مغرب بخونند، آیت الکرسی رو بخونند و به صورت کلی تمام سوره بقره و کل قرآن را در خونه ای که قرآن خوانده باشد مطمئن باشید که جن در آن تأثیری رو ندارند و من میکنه از ورود جن و شیاطین به خونه. و در تمامی این موارد خودتان را در واقع در حصن قرار بدید، در پناه الله متعال قرار بدید، بچه هایتون رو خصوصا شب که میخوانند معوذتین رو بخوانید، بر اونها بدمید و این مواردی هست که الله متعال انسان را بدین وسیله از جن در واقع نجات میدهد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد گذاشتن اسم مجید برای پسر گفتن که آیا درسته یا نه؟ بله، اشکال شرعی ندارد که به صورت نکره باشه، ولو اینکه جز اسماء الله هست، اما به صورت معرفه وقتی که باشد المجید این جز اسماء الله متعال است. اما اگر به صورت نکره باشه که مجید، با گذاشتن این اسم بر انسان ها هم هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و جایز هست. منتها اولاتر هست که صفات الله متعال وقتی که ذکر می شوند این همراه با تعبد باشه، یعنی عبدالمجید بگذارید، این اولاتر و بهتر هست که نشان بندگی و برای الله متعال است. اما اگر کسی با عنوان به تنهایی گذاشته اسم مجید را، این کاملا جایز، اشکال نداره، به استثناء اسم الله که خاصه الله متعال هست و همچنین اسم رحمان گذاشتن اسمش جایز نیست. بقیه صفات الله متعال جایز هست و اشکال شرعی نداره که اونها رو بر انسان ها بگذارید. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی از تاجیکستان بودن که در مورد طهارت در خف یا یک کلمه‌ای گفتن که متوجه نشدیم، ولی کلا منظورشون در مورد مسح جوراب یا خف بود که اگر توضیح مفصل بدید. بله، در مورد مسح کردن بر جوراب ما روایات صحیح و صریحی رو داریم از رسول الله صلی الله علیه وسلم. حدیث مغیره ابن شعبه هست رضی الله تعالی عنه در سنن ابو داود که امام ابو داود رحمت الله علیه در کتاب خودش اینو آورده و بعد از این حدیث گفتند این روایت صحیحی هست و علامه البانی رحمت الله علیه هم این روایت را صحیح قرار دارند. ایشون میگوید که مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه میگوید که توضأ رسول الله صلی الله علیه وسلم و مسح علی الجوربین و النعلین. رسول الله صلی الله علیه وسلم وضو گرفتند، مسح بر جوراب کردند و مسح بر نعلین کردند.
عموم فقهای اهل سنت و الجماعت، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل و بسیاری دیگر از فقها مسح بر جوراب را، مسح بر موزه که امر متفق علیه هست، یعنی جوراب پوستین یک مورد اتفاقی هست در میان تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت. مسح بر جوراب را عموم فقها هم جایز قرار میدن، به استثنای مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که در این زمینه یک مقداری شرایط سختری را قائل شدند. گفتند که اگر جوراب در واقع منعل باشد، یعنی یک لایه سختی زیرش باشد و در صورتی که این جوراب در واقع کلفتی باشد، مسح کردن بر آن جایز هست و اگر نازک باشد جایز نیست. این مذهب فقهای مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند. اما جورابی که ضخیم باشد که خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم در آخر عمرشون بر اون کاملا عمل کردند و مسح کردند، حتی ولو اینکه غیر منعل باشد. ایشون میگوید که من نهایتا چیزی که مردم را از آن منع می‌کردم خودم بر آن عمل کردم در آخر عمر. یعنی این دلالت بر جوازش دارد. و حکم مسح بر جوراب این روایت شده از چندین نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدودی که 9 نفر که خیلی معروف هستند، حضرت علی هست، عمار هست، عبدالله ابن مسعود هست، حضرت انس رضی الله تعالی عنه، حضرت ابن عمر، براء ابن عازم، حضرت بلال، عبدالله ابن ابی اوفا و همچنین سهل ابن سعد و حتی از تعداد دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مسح بر جوراب ثابت است. و در این زمینه هم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملا بدون این که قید و شرطی رو قرار داده باشه مسح بر جوراب رو جایز قرار داده. عرض کردم که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک مقداری سخت‌تر گرفتن این قضیه رو و اینو مشروط کردند که حتما باید اون جوراب ضخیمی باشد و یک تخته زیرش هم در واقع وجود داشته باشه، یک در واقع جرم سختی زیرش وجود داشته باشد که بتواند با اون راه بره. با این شرایط در تمام مذاهب در واقع مسح بر جوراب جایز هست. بله، سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی در مورد توسل کردن به مردگان سوال داشتن که چه حکمی داره؟ توسل بر مردگان این در واقع جایز نیست، یکی از توسل‌های حرام و نامشروع هست. توسل به صورت کلی در جواز در اصل جوازش هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد، اما مواردی هستند که جایز هستند، مواردی هستند ناجایز. توسل هایی که جایز و مشروع هستند انسان باید به این موارد توسل بکند که توسل مشروعی هست، الله متعال به آن دستور داده، رسول الله صلی الله علیه و سلم به آن توسل کرده. بهترین توسل توسلی هست که در قرآن اومده یا رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده باشه. توسل با نام الله، توسل با صفات الله متعال، توسل به عباداتی که خود شما انجام دادید هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و کاملا جایز هست. توسل کردن به دعای انسانی که زنده هست هیچ گونه اشکال ندارد. شما می روید پیش یک عالمی و از اون طلب دعا می کنید، جایزه، هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. توسل کردن به گناهی که انجام ندادید، به خاطر معصیتی که انجام نشده، فرصت برای شما پیش اومده بود برای انجام گناه اما شما به خاطر ترس از الله متعال گناه را انجام ندادید، میتونید به این مورد هم توسل بکنید. پروردگارا من فلان گناه را به خاطر ترس از تو این رو رها کردم و انجامش ندادم، به خاطر این عمل من فلان در واقع حاجت ما را برآورده بکن. اینها جزء توسل‌های مشروع هستند. توسل به قرآن، به آیات قرآن، توسل به نام و صفات الله متعال، توسل به کارهای خیر، توسل به عباداتی که خود شما انجام دادید، توسل به دعای یک انسان نیکوکار که شما فکر میکنید نیکوکار است. اینها توسل‌های جایز و مجازی هست که در شریعت اصلی داره. اما توسل به مردگان، توسل به مردگان هر کسی که باشند، اهم از رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه یا هر مرد دیگری باشه، توسل به مردگان جایز نیست. روایت معروفی هست از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که به عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگه که کنا نتوسل به نبی که میگه پروردگار ما در زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بود به ایشان توسل میکردیم، یعنی به دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم، همان گونه که فرزندان یعقوب هم به دعای پدرشون در واقع توسل کردند. این توسل بود. اما زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از
دنیا رفت، حضرت عمر میگوید که الان نتوسل به عم نبی، که به عموی پیامبر در واقع ما توسل میکنیم. بعد از این دستور داد به حضرت عباس رضی الله تعالی عنه که قم فدع الله لنا، بلند بشو برای ما دعا بکن. این دعا به توسل به دعای حضرت عباس رضی الله تعالی عنه بودند که ایشون زنده بودند. قطعا مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم از مقام عباس بیشتر بود. اگر توسل به مرده جایز می بود، حضرت عمر و دیگر اصحاب قطعا می رفتند سر قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم و توسل می کردند. توسل به مردگان هیچ گونه دلیلی از قرآن و از آیات قرآن و از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ندارد و توسل نامشروع و ناجایزی هست. بقیه مواردی که عرض کردم توسل مشروع و جایز هستند. جزاکم الله خیر. در مورد مواد مخدر که شما فرمودین، بیننده سوال کردن که عمل قلب انجام دادم و به خاطر اینکه درد دارم قرص هایی رو من دادن که مثل تزریقات مواد مخدر هستش. حالا تکلیف این قرص ها چیه؟ حکمی رو که در مورد مواد مخدر من عرض کردم یک حکم کلی هست، یعنی در حالات عادی هست. اما در هنگامی که مواد مخدر به عنوان یک دارو استفاده می شود، این استثناء هست. استفاده مواد مخدر به عنوان یک دارو، به عنوان یک مسکن، این استثناء هست، یعنی از حکم اصلی خارج هست و استعمال مواد مخدر به صورت کلی حرام هست. اما استفادهش به عنوان یک دارویی که تجویز شده هست، در این زمین اشکالی وجود نداره. منتها این یک سری ضوابط و در واقع شرایط داره استفاده از مواد مخدر به عنوان یک مسکن. اولا این که این در مورد ضرورت باشه، یعنی بنابر نیاز باشد. بدون از نیاز به هیچ عنوان استفاده کردن جایز نیست. مثلا نیاز برای مثلا درد خیلی شدیدی که وجود داره، یکی به خاطر اینکه ضرورت باشد، دو بر اساس تجویز یک پزشک در واقع ماهر باشد، یک پزشک مؤمن و متعهد به شما در واقع این اجازه رو داده و تجویز کرده برای شما. فرض کنیم که این دارویی رو که در آن مورفین باشه یا موارد دیگر باشه. سوما اینکه به اندازه ضرورت باشه، به عنوان یک اعتیاد در نیاد که همیشه با ضرورت و بدون ضرورت این استفاده بکنه. حتما باید به اندازه ضرورت باشه. مورد چهارم بدیل نداشته باشه، داروی دیگری مشابه به این که به این داروی مخدر و مورفین در واقع وجود نداشته باشه که این کار رو انجام بده. بدیل و در واقع جایگزینی نداشته باشد. و شرط پنجم این است که در واقع ضرری برای بدن انسان نداشته باشه. این گونه نباشه مورفینی که شما استفاده میکنید به عنوان یک دارو یا قرص، ضرر این از اصل ضرر بیماری شما بیشتر باشه. در این موارد جایز است. بنابر ضرورت استفاده از داروهایی که مواد مخدر در آن به کار برده شده جایز است، منتها به خاطر ضرورت باشد، پزشک مؤمن و متعهد اون رو تجویز بکند، به اندازه ضرورت باشد، بیشتر از ضرورت استفاده نکند، این دارو بدیل و جایگزین دیگری را نداشته باشد و ضرری بیشتر از ضرر بیماری بر بدن انسان نداشته باشد. در این موارد استفاده کردن از داروهایی که در آن مواد مخدر وجود داره جایز است. بله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که در خونه گربه داریم و اگر موی گربه رو لباس یا در جانماز باشه، آیا اشکال داره نماز خوندن در این حالت و اینکه در وقت نمازم گربه میاد جلوم میشین؟ در مورد گربه روایتی اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که از ایشون سوال کردند که با گربه ما چه کار بکنیم؟ آیا آبی که گربه دهن میزند آیا نجس هست یا نجس نیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اینها من الطوافین علیکم و الطوافات، این جز موارد حرام نیست، نجس نیست، زیرا که گربه در واقع یک حیوان خانگی هست و چه بسا بدون اجازه شما هم در خانه شما رفت آمد میکند، به لباس شما و به ظرفه های شما هم چه بسا که دهن بزند. آبی که گربه به آن دهن بزند پاک هست، نجس نیست و همچنین لباسی که در واقع گربه خود را به آن در واقع بمالد یا همچنین موی گربه در صورتی که در منزل افتاده باشد یا در لباس شما باشد یا بر روی مصلا و جانماز شما باشد، این جزء موارد نجس نیست و جایز هست. و مورد دیگری هم که اشاره کردید که گربه اگر در جلوی روی شما بیاید بخوابد یا از جلوی نماز شما رد بشود، باز هم هیچ اشکالی در نماز شما پدید نمی آورد و نمازتون کاملا صحیح و درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که تقلید از مرده آیا جایزه یا نه؟ بله، تقلید از مرده به این معنی که فتواهای یک عالم را که قبول دارد،
فتوای یک عالم را، مثلا این اعتقادی داره مثلا به امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک و بزرگانی که در واقع یعنی به علمشون اعتماد بیشتری داره، میخواهد که بر اساس فتوای فلان عالم ولو اینکه مرده باشد بر آن عمل بکند. به اجماع اهل سنت و الجماعت چون این چیزی جایز هست. منتها در مورد اصل تقلید انسان باید حتما یعنی تقلید در باب عقاید اساسا جایز نیست. تقلید در باب عقاید جایز نیست. این گونه نمی شود که از شما سوال بکنند که آیا خدا وجود دارد؟ میگه بله خدا وجود دارد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه امام ابو حنیفه گفته، امام مالک، امام شافعی گفته. شما قرآن رو قبول دارید، نمیدونم فلان حکم شرعی رو قبول دارید که در باب اعتقادات هست، بله قبول داریم به دلیل اینکه فلان عالم گفته. در باب اعتقادات تقلیدی وجود ندارد. تقلید در مورد احکام شرعی هست، چگونه نماز بخونیم، چگونه روزه بگیریم، احکام شرعی که وجود دارند. تقلید از زنده هم جایز هست و از مرده هم در واقع جایز هست. منتها انسان باید پیرو قرآن و سنت باشد. اون یک عالمی که از دنیا رفته شاید در فلان زمینه و در فلان مسئله اشتباه کرده باشد و امروز شما به این نتیجه رسیدید که فلان فتوای فلان عالم چه زنده باشد یا مرده باشد، فتواش اشتباه هست، مخالف با قرآن بوده، مخالف با حدیث بوده، این در واقع حدیث به اون نرسیده بوده، برداشتش اجتهادش اشتباه بوده. شما نباید اشتباه در واقع اجتهادی یک فردی رو عمل بکنید. در جایی که مطمئن شدید یا علما فتوا دادند یا یک عالم برتری به شما در واقع این فتوا را داده که فتوای فلان عالم چه زنده چه مرده فتواش اشتباه بوده، بر اساس یک حدیث بوده که اون حدیث فرضاً یک حدیث ضعیفی بوده یا اساساً حدیث بهش نرسیده بوده، در این زمینه انسان باید پایبند قرآن و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. اما به صورت یک مبدأ و یک اصل اگر کسی از اقوال یک عالمی که مرده که مستند هستند فتوای بر اون عمل بکنند هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و به اتفاق جایز است. بله. سپاسگزارم از شما. بیننده از بلوچستان در مورد تعویض سوال داشتن. بفرمایید. تعویض نظر شخصی بنده این است که تعویض به صورت کلی هر تعویضی باشه حرام و ناجایز هست. هر تعویضی که باشد به صورت کلی حرام و ناجایز هست و حتی ولو این که از آیات قرآن کریم باشد. به دلیل این که تعویض نوشتن با آیات قرآن از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده. در هیچ مواردی ما نداریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی الله تعالی عنه یا حتی ائمه بزرگوار ما تعویض داده باشند نه از قرآن و نه از غیر قرآن. پس بنابراین این تعویض دادن نه از قرآن ثابت هست و نه از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. دلیل دیگر این که این آیه‌ای که شما در واقع می‌نویسید و برگردن خودتان آویزان می‌کنید، خب در حالت‌هایی هست شما در حالت جنابت هستید یا با همین تعویض شما میروید در داخل دستشویی و حمام. این جایز نیست و این بی‌حرمتی به آیات قرآن کریم هست. هنگامی که شما میخوابید و این تعویض در دست شما بسته است یا در کمر شما یا در گردن شما آویزان هست، شما روی این تعویض و روی این آیه قرآن در واقع میخوابید. این یک نوع بی‌حرمتی به آیات قرآن کریم است. پس بنابراین تعویض به هر چیزی که باشد از دیدگاه بنده در واقع حرام هست و ناجایز و انسان از این مورد باید پرهیز بکنند. و مورد شرعیش همون دعاهایی هست که انسان خودش بخواند. اگر یک فردی آیات قرآن را بخواند بر شما بدمد جایز هست، خود شما بخوانید بر دست خود بدمید و بدن خود را بمالید جایز هست، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. بر آبی بدمید بنوشید آن را یا بر آن سر صورت خودتان را بشونید جایز هست، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. و منتها تعدادی از علما تعویض را به چندین شرط اینو در واقع جایز قرار دادند. شرط اول که حتما از آیات قرآن باشه. هر تعویضی که غیر از آیات قرآن باشه به اجماع تمام علما ناجایز و حرامه. هر تعویضی که غیر از آیات قرآن باشد به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت حرام است. تعویضی که در واقع با غیر عربی باشد، تعویضی که به غیر عربی باشد یا به صورت اعداد و ارقام باشد، این به اتفاق علما در واقع جایز نیست. شرط جواز
تعویض از دیدگاه عموم علمایی که تعویض رو جایز میدونند این است که به زبان عربی باشد و از آیات قرآن باشد و با خط خوانا نوشته باشد. غیر از این باید مراعات بکنند در این مواردی که من عرض کردم، وارد دستشویی نشوند، با اون نخوابند و در هنگام جنابت اون رو در واقع نپوشند. اگر این موارد را مراعات بکنند، از دیدگاه برخی از علما در واقع گفتند که جایز است با این شرایط. تعویضی که غیر از آیات قرآن است، با اعداد و ارقام هست و شکل‌های هندسی هست یا اینکه معنیش مفهوم نیست، خطش واضح نیست، به اتفاق تمام علما چنین تعویض جایز نیست و نظر بنده این است حتی ولو اینکه از آیات قرآن باشه باز هم این تعویض جایزی نیست، به دلیل اینکه نه دلیل از قرآن دارد و نه از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اضافه بر این یک نوع توهین به آیات قرآن کریم شمرده می شود. جزاکم الله خیر. آقا عبدالقادر گفتن که بچه ای را به پسرخواندگی گرفتیم ولی بعد از مدتی همسرمان حامله شد و صاحب بچه شد و به حساب خانمم از داخل شیشه شیر خود را به اون بچه‌ای که به پسرخواندگی گرفته بودیم داد. آیا اون بچه محرم میشه یا نه؟ بله، در مواردی که این شیرخوارگی در قبل از 2 سال باشد، یعنی قبل از فطام و قبل از سن از شیر گرفتن باشد، تا زمانی که معمولا بچه ها شیر میخورن، اگر در این زمان این بچه رو شیر دادید، این بچه محرم شما قرار میگیره، فرزند شما و فرزند خانم شما و در واقع خواهر و برادر تمام فرزندان شما قرار خواهد گرفت. تفاوتی ندارد که این شیری که از همسر شما خورده مستقیما از سینه خورده باشد یا اینکه اینو در واقع در ظرفی یا در لیوانی قرار داده باشند و اون بخوره. به هر صورت که شیر یک زنی را خورده باشد و این کودک در قبل از سن 2 سالگی و در دوران شیرخوارگی باشد، این محرمیت ثابت می شود و این کودک در واقع فرزند شما و فرزند خانمتون و خواهر و برادر در واقع فرزندان شما قرار خواهد گرفت و محرم شرعی شما محسوب می شود. جزاکم الله خیر. بیان بعدی از نیمروز بودن که گفتن مسافرکش هستم و مسافر را به ایران میبرم، آیا پولش حرامه یا حرام؟ بله، مسافرکشی ولو اینکه در واقع به تعبیر ایشون افغان کشی باشد، یک موردی هست که جایز هست. نقل و انتقال یک فرد از یک مسیری به مسیری دیگر جایز هست و از نظر شرعی هیچ گونه اشکال و ممانعتی وجود ندارد. منتها انسان باید در این زمینه نه جان خودش را در خطر بیاندازد و نه جان دیگران را. مسافرکشی جایز هست، اما به خطر انداختن جان خود یا جان دیگران این در واقع موردی هست که شریعت اسلامی ما رو از این منع کرده. اگر مطمئن هستید، بله، اگر مطمئن هستید که در این زمینه نه جان خودتان به خطر میافتد نه جان مسافرینتون به خطر میافتد، این جایز هست و اشکال شرعی ندارد. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که اگر در نماز سورهایی رو خوندیم که سجده تلاوت داره، باید در حین نماز سجده بکنیم؟ هر دو مورد جایز هست. هم سجده کردن جایز هست در هنگام نماز. آیه سجده را خوندید در هنگام قرائت، می توانید سجده بکنید در هنگام نماز و می توانید که سجده نکنید. هم سجده کردن در هنگام نماز جایز است و هم این که سجده نکنید جایز. هر دوتا جایزند و هیچ گونه اشکال شرعی نداره. اگر سجده بکنید که سجده از شما ادا شده، اگر سجده هم نکنید خود سجده نماز جایگزین سجده تلاوت خواهد بود و بعد از نماز هم بر شما لازم نیست که سجده دیگر را به عنوان سجده تلاوت انجام بدید. اگر سجده کردید فبها و نعم، اگر سجده نکردید هم هیچ گونه اشکال شرعی وجود نداره. خود سجده نماز جایگزین سجده تلاوت خواهد بود. بله، سپاسگزارم از شما. بیانیه بعدی در مورد اسم سهراب سوال کردن که آیا درسته یا نه؟ بله، اشکال شرعی نداره. تمام نامه هایی که معنی آنها معنی اسلامی باشد، معنی آنها در واقع فحش و ناسزا و دشنام نباشد، معنی کفرآمیزی رو نداشته باشند، گذاشتن این اسمها از نظر شرعی هم مشکل ندارد و جایز است. من جمله نام سهراب نامی هست که در واقع ممانعت و ممنوعیت شرعی در این زمینه وجود ندارد و جایز است. بله، جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی گفتن که کسی که 2 بچه از زن قبلی داشته و زن قبلیش رفته ازدواج کرده و خودش هم ازدواج کرده، آیا بچه هاش یتیم محسوب میشن؟ نه خیر، کسی که هم پدرش زنده هست و هم مادرش زنده هست یتیم نیست.
در بنی آدم وقتی که پدر یک انسانی که در حد زیر از بلوغ هست، به بلوغ نرسیده، وقتی که پدرش فوت بکنند میگن فلانی یتیم شده، یعنی پدرش قبل از بلوغ در واقع فوت کرده و از دنیا رفته. اما این که زن و شوهر از همدیگر طلاق شده باشند یا مادر این دختر رفته باشه شوهر دیگر گرفته باشد یا این پدر این فرزند رفته باشه زن دیگری گرفته باشد، این به هیچ عنوان در واقع یتیم شمرده نمی شود. نه از اصطلاح شرعی این یتیم شمرده می شود و نه عرفاً هم یتیم شمرده نمی شود و اینو به هیچ عنوان شما نمی توانید که بگید که یتیم است. این اگر مادرش رفته، شما مادرش رو طلاق دادید رفته زن شوهر دیگر گرفته، پدرش که شما هستید ولو این که از خانم اولیه شما باشه و حکمش حکم یتیم نیست، در واقع فرزند شما هست و شما پدرش هستید و به عنوان یک یتیم به هیچ عنوان نباید با اون برخورد بکنید. اگر منظورتون صدقه دادن هست که این به عنوان یک صدقه به یک یتیمی شما اونو تحت تکفل بکنید، بازم برای شما جایز نیست. این فرزند شما هست و اساسا نفقه دادن فرزند بر عهده شما لازم هست. این گونه نمی شود که شما اگر زکاتی رو دارید به فرزند خودتان این رو بدهید به عنوان اینکه یتیم هست چون که مادرش رفته شوهر دیگر گرفته. این حکم یتیم را ندارد و فرزند شما هست و زکات دادن و صدقه دادن به نیت یتیم به این فرزندتون که از جانب خود شما باشد این در واقع جایز نیست و فرزند شما محسوب می شود و یتیم و جز مستحقین زکات شما هم قرار نمی گیرد. تشکر میکنم از شما. بیانیه بعدی گفتن که سوال SMS که پرسیدن گفتن که مغازه کوچیک مواد خوراکی داریم کنار منزلمان و خودم این خواهری پرسیدن این سوالا، خودم در مغازه کار میکنم برای کمک خرجی خانه و مجبورم چون که درآمد شوهرم کفاف خانه و بچه‌ها را نمیدهد. آیا من گناهکارم که در مغازه کار میکنم؟ نه خیر، در صورتی که در واقع خانواده نیاز به کار داشته باشه برای تأمین هزینه خودشون و زن اگر در واقع حرفه‌ای رو داره و کاری رو بلد هست، از نظر شرعی هیچ گونه اشکال شرعی ندارد که کار بکند ولو اینکه به عنوان مغازه‌داری باشد و خصوصا که این مغازه در کنار خانه‌اش باشد و هیچ گونه اختلاط با نامحرم در واقع و در واقع محلی برای سوی زن وجود نداشته باشد، در این زمینه هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد و کاملا برای زن جایز هست که در برای تأمین خرج خودش یا فرزندان خودش در واقع کار بکند یا مغازه‌داری بکند یا کارهای دیگری که در واقع سزاوار یک زن هست و شایسته هست برای یک زن و با طبیعت و فطرت زن همسو هست. هیچ گونه اشکال شرعی ندارد که زن این کارها را به عنوان یک کار و شغل انجام بده که درآمدی رو برای خانواده خودش تأمین بکند. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون که عذر بدتر از گناه هم آورده، گفتن که من از سر بیکاری و تنگ دستی دارم مشروب میفروشم، اگر این کار رو انجام ندم که از گشنگی میمیرم، حالا شما چه راهی دارید؟ بفرمایید. اگر خودش یا فرزندانش یا پدر و مادرش از گشنگی بمیرند، گناهش کمتر از این است که شما شراب بفروشید و اونها را زنده نگه دارید. در مورد شراب روایات صحیح و صریحی وجود دارد از رسول الله صلی الله علیه وسلم که لعنت کردند. ایشون رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که لعن الله الخمر، الله متعال شراب را نفرین بکند. لعن الله الخمر و شاربها و ساقیها و بایعها و مبتاعها و عاصرها و معتصرها و حاملها و المحمولة الیها. اینها رو رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن کرده و همچنین و آکل ثمنها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند الله متعال شراب را، کسی که شراب را می نوشد، کسی که شراب را تعارف می کند به دیگران می نوشاند، کسی که می فروشد، کسی که می خرد، کسی که شراب را درست می کند، کسی که همکاری می کند، کسی که شراب را حمل می کند، کسی که شراب برای اون حمل کرده می شود، کسی که پول شراب را بخورد، تمام اینها ملعون هستند و نفرین شده از زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم. برای فروختن شراب هیچ دلیل شرعی و موجهی وجود ندارد و تمام کسانی که در تولید شراب، در حمل و نقل شراب و در استفاده شراب در واقع سهیم هستند، تمام آنها مشمول لعنت و نفرین رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. ایشون اگر بروند به جای این که شراب بفروشند بروند گدایی بکنند، عزتش و شرافتش خیلی بالاتر از این است. و غیر از این هم وقتی بنگریم، خب وقتی که شراب میفروشید خب چیزهای دیگر بفروشید، موارد دیگر هست، یک مغازه بزنید، موارد دیگر. مگه تمام کسانی که امرار معاش میکنند یا شراب یا هیچ؟ این گونه که نیست.
شراب را کنار بگذارید، بقیه مباحاتی که وجود دارن، تجارت های صحیح و شریک وجود داره، این موارد دیگر رو در واقع از اون موارد و از اون کانال ها زندگی خودتان را تامین بکنید. این که فقط میتونید شراب بفروشید این دلیلی برای حلال بودنش نیست و تحت هیچ شرایطی فروختن شراب برای انسان مسلمان جایز و حلال نیست و پول و درآمدش هم کاملا حرام هست و این در واقع خودش دو دستی در واقع خودش و فرزندان خودش را مشمول لعنت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میدن. انسان باید تقوا داشته باشد و از الله متعال پرهیز بکند و آن مواردی را که الله متعال حلال قرار داده، رزق حلال را برای خودتان و برای فرزندان خودتان در واقع تهیه بکنید. رزقی و بدنی که از رزق حرام در واقع تامین شده باشه اولاتر به آتش جهنم هست. پس بنابراین سعی بکنید که از این گناه خود را نجات بدهید. این یک گناهی هست که هم خودتان شریک هستید و هم چندین نفر رو در این زمینه شما شریک کردید و اونها را مشمول لعنت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار دارید. ما دعا میکنیم که الله متعال به شما یک رزق حلالی و یک تجارت حلال و مشروعی را انشاءالله برایتون میسر بکنه و رزق حلالی را به شما عنایت بفرمایید. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که اگر زنی مرحوم شود و یک فرزند از او به جا مانده باشد، آیا ارثی به او تعلق میگیرد یا نه؟ بله، فرزند از مادر خودش در واقع ارث میبرد. وقتی که زن از دنیا رفته باشه، فرزندانش یا پدر و مادری که داره، تمام اینها و همچنین شوهرش، اینا جزء ورثه‌اش هستن و با توجه به ذوی الفروضی که در این زمینه وجود داره، یعنی سهم‌های مشخصی که در این زمینه هستند و این فرزند دختر باشه یا پسر باشه، در شریعت اسلامی کاملا حق و سهمیش کاملا مشخص شده و فرزند یکی از مواردی هست و ورثه‌ای هست که از مادر و پدر ارث میبرد. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا زن در روز جمعه در خانه بعد از اذان ظهر میتواند نماز بخواند یا باید منتظر بماند تا خطبه امام در مسجد تمام شود؟ نخیر، نماز ظهر برای زن یا نماز جمعه وقتش همون نماز ظهر هست، یعنی وقتی که وقت نماز ظهر فرا رسیده یعنی وقت نماز جمعه هست. اگر اذان گفته می شود، البته در این زمینه توجه بکنند که در برخی از مناطق در روز جمعه اذان قبل از وقت داده می شود، قبل از این که وقت شروع بشود نیم ساعت یک ساعت قبل از وقت نماز در واقع اذان میگن. اون اذان معتبر نیست، اذان اولی هست برای این است که مردم در واقع بدانند که روز جمعه هست، زودتر به مسجد و نماز جمعه برن. اون اذان معتبر نیست. اما اگر مطمئن هستید که وقت نماز جمعه هست و هنگام خطبه هست، لازم نیست که صبر بکنید حتما خطبه امام در واقع تمام بشود. اگر خطبه هست و مطمئن هستید که خطبه بعد از وقت نماز شروع شده، چون که در برخی از جاها سخنرانی میکنند و سخنرانی چه بسا قبل از وقت نماز باشه. اگر مطمئن هستید که وقت نماز شروع شده، یعنی وقتی که معمولا روزهای دیگر مردم نماز میخونند، اشکال نداره شما هم نماز بخونید و لازم نیست که صبر بکنید قبل از اینکه سخنرانی یا خطبه و یا اینکه نماز جمعه در مسجد اقامه شده باشد. قبل از آن هم شما میتوانید که نماز ظهرتان را بخوانید. بله. بیننده بعدی پرسیدن که ماشینی صفر از نمایندگی ثبت نام کردم اما یک ماه دیر از موعد تحویلم دادن. آیا سود اون یک ماه تأخیر برای من حلاله یا اون پول را بدهم به نیازمندی در راه خدا؟ بله، سودی که در واقع به خاطر تأخیر به یک فردی تعلق میگیرد اون جزء موارد حرام هست، جزء سودی هست که بر پول اون در واقع اضافه شده و این مورد حرام هست و استفاده از این موارد هم برای شما جایز نیست و کاملا 100% برای شما حرام هست. اما هدیه دادن این به یک فرد دیگر برای شما جایز است. به جای اینکه یک بانک یا یک شرکت از آن استفاده بکنند، می توانید آن را تحویل بگیرید و آن را استلام بکنید از صاحب شرکت یا از بانک و این رو به یک فقیر و مستمند بدهید. و حتی علما در این زمینه به اندازه دقیق هستند که همین مالی را که شما گرفتید که مال ربوی هست، از یک بانک به شما تعلق گرفته یا از یک شرکت خودروسازی به شما تعلق گرفته، این را به عنوان دفع مال حرام باید بدهد، نه به عنوان این که من کار خیری رو انجام میدم و صدقه رو انجام میدم. مالی هست که استفاده کردن برای شما از این مال حرام هست،
اما برای کسی دیگر جایز است. شما به خاطر دفع این مال حرام اینو باید به کسی دیگر بدهید، نه به عنوان یک عبادت و نه به عنوان صدقه و نه به عنوان زکات. برای خود شما استفاده از این مال، سودی که بر مال شما اومده یا به خاطر دیر تحویل دادن خودرو، این برای شما حرام هست، اما جایز هست که این رو به یک فرد دیگر، به یک فقیر و مستمندی هدیه بدهید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که در اتاقی که قرآن باشد اگر عمل زناشویی انجام گیرد آیا گناه است یا نه؟ نه خیر، اشکالی ندارد. در اتاقی که قرآن وجود داشته باشد، کتاب‌های علمی وجود داشته باشند، همبستری زن و شوهر کاملا جایز هست. نه تنها جایز هست بلکه هیچ گونه کراهتی و هیچ گونه ممانعتی رو ندارند. یا احیانا برخی از مردم یک پارچه‌ای رو روی قرآن میکشند یا قرآن رو مثلا در صندوقی میگذارند به خاطر این کراهتی که به اون معتقد هستند. نه، هیچ گونه ممانعتی نداره، ولو این که قرآن جلوی روی شما باشد یا در روی در واقع پنجره یا روی دکوری گذاشته باشد، ولو اینکه بر آن هیچ چیزی رو نپوشانده باشید، این هیچ گونه ممانعتی رو و هیچ گونه حرمت و کراهتی رو ندارد و کاملا جایز هست همبستری در اتاقی که در آن کتاب دینی و شرعی باشد یا اینکه قرآن باشد یا اینکه تابلوی فرض کنیم از آیات قرآن مثلا نوشته باشد بر دیوار، اینو آویزان کرده باشند. هیچ گونه ممانعت شرعی از همبستری در این اتاق وجود نداره و کاملا جایز هست. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن که اگر فرزند خردسال به حرفای بد و زشت عادت کرده باشد و با چیزی گرم دست او را داغ کرده باشیم، حکمش چیه؟ بله، داغ کردن به هیچ عنوان به عنوان یک تنبیه جایز نیست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا یعذب بالنار الا رب النار. کسی اجازه ندارد که توسط آتش کسی دیگر را در واقع مجازات بکند و تنبیه بکند، چه برسد به این که فرزند شما باشد. راههای دیگری برای تنبیه کردن جایز هست و این که انسان فرزند خودش را داغی بر اون بگذارد، چیزی رو در آتش بگذارد و بر بدن یک کودک بگذارد، و این در واقع یک نوع ظلم و ستم هست و از چنین کاری باید توبه بکنند، استغفار بکنند و اساسا این کار ناجایز و حرامی هست. عذاب دادن، شکنجه کردن، تنبیه کردن با آتش به اتفاق تمام فقها کار حرام و ناجایزی هست و این تنبیهی نیست و بلکه یک کار گناه است. حالا تهدید به این کار چطوره؟ تهدید که مورد دیگر هست. تهدید کردن یک حکم دیگر دارد، اما عملی کردن تهدید یک چیز دیگر است. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که وام ازدواج آیا صحیح هست یا نه؟ وام ازدواج وامی که به هر صورت، به هر بهانه‌ای که وام را بگیرند، اگر در یک درصدی رو به عنوان سود تعیین کردن، این وام در واقع جایز نیست، ولو اینکه این درصد کم باشه، 4% باشد، 2% باشد، 0.5% باشد. اگر این تعیین کرده باشند این در واقع جایز نیست و به هیچ عنوان این در واقع وام شرعی و قرض الحسنه نیست. منتها اگر به عنوان کارمزد باشد و روش کارمزد متفاوت است، یعنی به این صورت که یک فردی مثلا میآید 10 میلیون بهش قرض میدن یا یک فرد دیگر 5 میلیون قرض میدن، یک فرد دیگر فرض کنیم 1 میلیون قرض میگیره، تمام اینها کارمزدش برابر هست. یک مبلغ مشخصی رو به عنوان کارمزد تعیین کردند که این در واقع مزد کارمندان فلان بانک یا فلان مؤسسه است. اگر شما وام بیشتری بگیرید کارمزد اضافه نمی شود، همون کارمزد مشخص و کم است، چه وامتون بیشتر باشد یا کمتر باشد، این کارمزد است. اما چیزی که به عنوان کارمزد مثلا که با توجه به سقف وام شما بالا و پایین بشود، این در واقع کارمزد نیست و همون سودی هست و یک نوع حیله‌ای هست که در واقع قرار دادند و اسمش را گذاشتند کارمزد. اگر کارمزد برای تمام سقف‌های وام یکی باشد، خب کارمزد هست، اشکال شرعی ندارد. و اگر بالا و پایین بشود، یعنی قابل تغییر باشد با توجه به وامی که شما میگیرید، این در واقع سود هست، حرام هست، ولو اینکه 1% هیچ، ولو اینکه 0.5% هم باشد جایز هست و جایز نیست و جزء ربا شمرده می شود و از چنین مالی در واقع استفاده کردن محظوریت و ممنوعیت شرعی دارد. بله، جزاکم الله خیر. یکی از بینندگان آقا رفیع سوال کردن که گرفتن یا کم کردن ریش چه حکمی دارد؟
از نظر شرعی اولاتر اون چیزی که در شریعت اسلامی هست و روایات متعددی که در این زمین از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده و سیره عملی رسول الله و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، این است که ایشون دستور دادند که وعفلها ورخلها، که ریشه ها را و محاسن خودتان را بگذارید، رها بکنید اونها را، یعنی که از اونها چیزی را کم نکنید. این اصل و در واقع اولاتر و بهتر، بلکه حکم اصلی و شرعی است و به خاطر این دلایل قطعی و صحیح و صریحی که در این زمینه وجود دارند، علما و تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت بر این اتفاق نظر دارند که گذاشتن ریش در واقع واجب هست، یکی از واجبات شرعی هست، زیرا که در این زمینه احادیثی که وارد شده احادیث کاملا صحیح و صریح هست که هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. منتها در مورد گرفتن ریش از حضرت عبدالله ابن عمر و تعداد دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام حج ثابت شده که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم بعد از حج و عمره زمانی که مویسر خودشان را کوتاه می‌کردند، بله این اساسا در حج اینو انجام دادن که ریش خودشان را به اندازه یک قبضه، یعنی بیشتر از یک قبضه بوده، یعنی بیشتر از یک مشت را در واقع کوتاه می‌کردند. از عمل اصحاب ثابت هست که ریش خودشان را اگر در صورتی که بیشتر از یک قبضه بوده در هنگام عمره یا حج اینو کوتاه کردن و حکمش در هنگام عمره و غیر عمره در واقع یکی هست. وقتی که اصل ثابت شد که چون این عملی جایز هست، چه در عمره باشد چه در غیر عمره، در واقع حکمش یکی هست و تفاوتی در این زمینه ندارد. اما اون چیزی که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده، حداقل گذاشتن ریش به اندازه یک قبضه جز واجبات شرعی هست. جزاکم الله خیر. وقتم تموم شد. از شما تشکر میکنیم که 2 ساعت به ما وقت دادین و از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم و انشالله خداوند به همه ما چیزهایی که شنیدیم و حکمای شرعی که شنیدیم را توفیق عمل نصیب بکنه. در اینجا به پایان رسیدیم و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك